استقلال یا وابستگی، تاریخ معاصر ایران چه تجربه‌ای رو پیش روی ما قرار میده؟ در شرایط حاضر آیا بریم به سمت تعامل با دنیا یا نه؟ این اسمش تعامل نیست و نتیجهش منجر خواهد شد به تسلیم و وابستگی. بعضیا معتقدند که نه، تسلیم و وابستگی در کار نیست. تعامل با دنیا ما رو وارد مناسبات جهانی میکنه و باعث میشه مشکلاتمون کم و کمتر بشه. نظرات در این مورد بسیار متکثر و متنوع و گاه متضاده. در این مورد صحبت خواهیم کرد در رو در رو. وقت بخیر خانم و آقایان، من علی نیکزاد هستم. دعوتتون میکنم برنامه رو در رو به صورت زنده تماشا بکنید در رسانه تصویری آن با حضور مهمانان ارجمند جناب آقای دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تحلیلگر مسائل سیاسی. خیلی خوش آمدید. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان شما و جناب آقای علی آقای نیکزاد شما و همکارانتون. ایشون رو من مطمئنم آقای دکتر زادبر آقای زادبر بله. ایشون رو من مطمئنم دیدمشون یه جایی قبلا، حالا دیگه تو همین برنامه ها اینا. خدمت آقای دکتر زادبرم عرض سلام و ادب دارم و همه بینندگانمون. سلامت باشین. آقای دکتر علیرضا زادبر، استاد دانشگاه تحلیلگر مسائل سیاسی. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کسانی که این برنامه رو می‌بینن، خدمت آقای دکتر. امیدوارم وقتی که از شما می‌گیریم مفید واقع بشه. سلامت باشید. خیلی متشکرم که تشریف آوردید. سوال اول همینه، میخواد با جناب عالی آغاز می‌کنم. آقای دکتر زادبر، می‌دونید یک مسئله‌ای که بسیار مطرح میشه در رسانه‌ها این است که کسانی که میگویند مقاومت و عدم تسلیم در مواجهه با به طور مشخص حالا آمریکا یا اونچه که به عنوان جبهه غرب گفته میشه، این تبعاتی داره، هزینه‌هایی داره بسیار بیشتر از مقاومت. من ابتدا می‌خوام یه مقدمه عرض بکنم و با این وارد بحث بشم. خب شب گذشته که دوستان شما هماهنگی نهایی انجام شد و پوستر این گفتگو رو برای من فرستادن، من این رو در صفحه خودم منتشر کردم. بسیاری پیام دادن، خوب استقبال کردند. بسیاری هم پرسیدن فایده این گفتگو چیه و مگر آقای زیباکلام که در آستانه 80 سالگی هستند نظرشون عوض میشه؟ دنبال چه چیزی هستید؟ ایشون چند گزاره دارند و مدام تکرار میکنند. من میخوام به مخاطبینی که این برنامه رو میبینن یا در آینده دنبال میکنن، میشنوند یا میبینند عرض کنم نه، مسئله من طبیعتاً نیست که آراء آقای دکتر رو تغییر بدیم. ما میخوایم بگیم این گزاره هایی که ایشون و بعضی از دوستان دیگه مدام دارن با افکار عمومی جامعه ایران صحبت میکنن چقدر منطبق با تاریخ و تجربه تاریخی ایرانیانه. لذا امیدوارم مدار این بحث بر این باشه که آیا انسان ایرانی، جامعه ایرانی با تاریخی که داشته، من نمیخوام از 2000 3000 چند هزار سال پیش حرف بزنم، همین تاریخ معاصر ایران، همین تجربه 200 اندی ساله ما که یه مواجهه‌ای با غرب داشتیم، و امیدوارم که بتونیم بر سر این رویکرد بمانیم. ببینید این دوگانه های استقلال، تسلیم، مقاومت، عدم مقاومت، ادبیات 57 به بعد نیست. این که بگیم آقا ایرانیان دنبال استقلال بودن، خوابیده بودن، یه شبی بیدار شدن گفتن بریم انقلاب بکنیم و در انقلاب اسلامی شعارشون این بود که ما استقلال می‌خواهیم یا بیایم حالا مقابل پدیده عالمگیر استعمار بایستیم. اگر شما مبنا رو بذارید مواجهه ایران با غرب از 57 به بعد، نمیشه یه درک درستی داشت. من عرضم اینه، ما یه فرضی در نظر بگیریم که اصلا تاریخ ایران با 57 تمام شد، اصلا ما تجربه بعد از 57 را نداریم. پیش از 57 یک ایرانی بوده است، یک حکومت‌های آمده سر کار، یک غربی هم بوده. حالا یک دور انگلستان رو نمایندگی کرده، یک دوره به بعد امریکا آمده، یک دوره هم روسیه تزاری بوده. انسان ایرانی و جامعه ایرانی و حکومت ایرانی و نخبگان ایرانی در این ادوار معاصر پیش از 57 آیا مسائل امروز رو، مسائل کلان مثل استقلال، مثل تولید قدرت، داشتن یا نداشتن؟ اون چیزی که شبانه روز داره به ذهن جامعه امروز ایران که گرفتار بسیاری از مسائل اقتصادی و غیر و ذالک هست، اینه که انسان ایرانی، جامعه ایرانی بعد 57 این بلاها اومد، استقلال و مقاومت کنیم و انگار ما یه تاریخ طولانی رو داریم پاکش میکنیم، داستان رو از 57 به بعد داریم روایت میکنیم. این غلطه. یعنی آقای دکتر و دوستانشون بالاخره ما میبینیم دیگه مدام تو همه رسانه‌ها و توی همه مصاحبه ها چند گزاره ثابت دارن، انگار تاریخ ایران، مسائل ایران از 57 به بعد شروع شده و حالا اون گزاره ها رو من یک به یک بعداً صحبت میکنم. من میگم بیاید پیش از 57 رو بحث بکنیم. ما پیش از 57 آیا جریانات استقلال خواه داریم در ایران یا نداریم؟ پیش از 57 منظورم صرفاً 42 نیست، پیش از 42 هم حتی بحث بکنیم. جنبش استقلال خواهانه داریم یا نه؟ آیا ما تجربه استقلال خواهی و شکست استقلال خواهی در ایران داریم یا نداریم؟ لذا
این دوگانه‌ای که شما یا باید دنبال استقلال بشی یا تسلیم بشی. استقلال یه امر چپی است، استقلال گزاره کهنه است، استقلال در جهان امروز شدنی نیست. نمیدونم این تعابیری که خیلی از اینو آره متعدد گفته میشه. پس من میخوام یه نقطه گذاری تاریخی انجام بدم. بگم بابا بیاید این ایران کشوری نیست که وسطش یه برج ساخته باشن دورش کشور. یه تاریخی داره. ما انقدر تاریخمون فشردگی و تعدد وقایع و جریانات و شخصیت‌ها داره، همین 200 سال رو شما بخواید مطالعه بکنید فراوان جلد کتاب میشه و بس. من نقطه گذاری که میکنم ما ردیابی بکنیم مسائل روز رو از جنگ ایران و روسه، از مواجهه ما با روسیه استعمارگر ظالم تزاریست. ببینیم آن چیزی که بر ایران گذشته و ایرانی که امروز مسئله‌ای ما در اون داریم، آیا اشتراکات تجربی تاریخی بین حافظه ایرانیان وجود دارد یا ندارد. حالا این طرح بحث ما چند تا گزاره رو باید نقد بکنیم که عرض میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر زیباکلام. آقای دکتر زادبر هم اشاره کردن. اصلا حالا من خودم میگم و بسیاری مثل من این مفهوم رو از کتاب شما یاد گرفتیم، کتاب ما چگونه ما شدیم و اون ماجرای عباس میرزا که بعدها خیلی‌ها بهش اشاره کردن و بهش استناد کردن. و اونم مسئله که در نهایت حالا مسائل مختلفی است، در نهایت مسئله استقلاله. چرا امروز باید فکر کنیم یه جور دیگه شده؟ مسئله استقلال برای ما مهمه، استقلال کشورمون، و میگویند که اگر ما بریم سراغ در واقع تعامل با غرب، این نتیجهش خدشه وارد شدن به همون استقلالی است که جناب عالی بارها برش تاکید کرد. علی عزیز، علی آقا عزیز، مسئله استقلال، مسئله دوگانگی استقلال، یگانگی استقلال، وابستگی ما به غرب به شرق، هیچ کدوم اینا مسئله امروز ما که 20 آبان 1404 است نیست. مسئله تداوم یک ایدئولوژی هستش که هیچ ارتباطی به انقلاب اسلامی نداشته و در نتیجه فضای انقلابی که در ایران دهه 50 و در 40 بوده که در اون فضا جریانات چپ، جریانات مارکسیستی و ضدیت با غرب و ضدیت با سرمایه‌داری، ضدیت با امپریالیسم دست بالا رو داشتن و وقتی در 22 بهمن 57 انقلاب افتاد، اون ادبیات آمد و سایه افکن شد روی انقلاب، روی 22 بهمن 57 و به تدریج توانست اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی رو به حاشیه برونه و خودش بشه گفتمان مسلط که 46 سال 47 سال ما او رو به عنوان آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، استکبار ستیزی، اسرائیل نابود میکنیم، انقلاب خودمون رو صادر میکنیم میشناسیم و جنبه دیگرش هم تعظیم و تکریم در برابر روسیه و چین هستش. خوب ایشون بیان بگن چی شد که غرب ستیزی و استکبار ستیزی چی شد که حاکم شد بر گفتمان انقلاب اسلامی. این مسئله اساسی هستش و ظرف این 46 سال حالا تا یه جاهاییش که اون سیطره اون گفتمان غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، امپریالیسم ستیزی اینها متداول بود و خیلی ها بودن ازش طرفداری میکردن از نسل انقلاب. اما به تدریج مرگ بر آمریکا، دشمنی با آمریکا، دشمنی با غرب، استکبار ستیزی یواش یواش فرو ریخت مثل قندی که شما میندازید توی چایی و یواش یواش این پرسش مطرح شد که چرا انقدر دشمنی با آمریکا؟ چرا انقدر آمریکا ستیزی؟ چرا ما همچنان که با بسیاری از کشورهای دیگر رابطه داریم، چرا با آمریکا هم رابطه نداشته باشیم؟ این چیزی که ایشون میگن استقلال خواهی که شما استقلال ارزش قائل نیستین و فرد ایرانی، فرد نمیدونم کی همه ما به دنبال استقلال بودیم از زمانی که حضرت آدم از بهشت اومد بیرون. اینا همش میدونی از کی به وجود آمد؟ از زمانی به وجود آمد که یواش یواش کسانی گفتن که این آمریکا ستیزی، این دشمنی با آمریکا، اینو نمیشه بذاریم کنار. این آقایون گفتن که شما میگید نوکر باشیم، شما میگید ما باید بیایم بریم 2 مرتبه بله قربان بگیم به آمریکا. میدونید یعنی چی؟ این که میگن گزاره هایی که تکرار میکنین، آره من یه سری گزاره ها رو تکرار میکنم، شما هم 46 سال 47 سال یه سری گزاره ها رو منظم شبانه روز دارین تکرار میکنین. من شما حرف جدیدی زدین، شما هم حرف جدیدی نزدین، شما هم همچنان میگید مرگ بر آمریکا، شما هم همچنان میگید استکبار ستیزی. منتها مشکل میدونید چیه علی جان؟ مشکل این هستش که وقتی یواش یواش آدما گفتن که آخه این چیه این آمریکا ستیزی، این بدبخت کرد ما رو، بیچاره کرده ما رو، فلج کرده ما رو، تیشه به ریشه منافع ملیمون زده، چرا آخه ما باید آمریکا ستیزی داشته باشیم؟ گفتن که شما میگی نوکر باید باشیم، شما به استقلال قبول ندارید. شما میدونی یعنی چی علی جان؟ یعنی تمام کشورهای دنیا یا باید بگن مرگ بر آمریکا مثل جمهوری اسلامی یا نوکره. خب کی میگه مرگ بر آمریکا؟ کره شمالی میگه،
روسیه میگه، سوریه میگفت که اونم دیگه نمیگه. همین امشب که اومدیم اینجا ایشون رفته بود میهمان رسمی جناب آقای زیبا کلام سال 58 میگه. زیبا کلام سال 58 میگفت، منتها زیبا کلام سال الان عوض شده. زیبا کلام 46 سال پیش بود، 47 سال پیش بود. خاک بر سر زیبا کلام کنن که تو این 46 7 سال این همه کتاب خونده، این همه درس خونده، این همه دکترا گرفته، مثل سنگ، مثل آهن، مثل پاراجور، هیچ تغییری نکرده باشه. فایده درس چیه؟ فایده علم چیه؟ 10 سال بعد نظرش هر وقت ما به اینا گفتیم که آقا جون آمریکا ستیزی یعنی چی، این 3-4 تا کشور هستن که مستقلن از نگاه ایدئولوژیک ایشون. مابقی همه نوکرن. ترکیه نوکر، پاکستان نوکر، گینه نوکر، نمیدونم پاکستان نوکر، هند نوکر. هر کی نگه مرگ بر آمریکا نوکره. یا شما باید بگی مرگ بر آمریکا مثل جمهوری اسلامی، اگه نگی نوکری. نمیدونم تا کی اینا میخوان اینو ادامه بدن، ولی مدت هاست تشتش از بام افتاده. خب من عرض کردم انتظار یک گفتگوی دانشگاهی و آکادمیک رو داریم. این چیزایی که آقای دکتر گفتن اولا نه تو صحبت‌های منه، نه من اینا رو گفتم. ایشون عادت داره با همه صحبت کنه اینجوری. حتی هنرشه، چون میتونه خیلی پاپولیستی یه جمعی رو دور خودش جمع کنه. ولی آقای دکتر اون دوره‌ای که من اصلا به دنیا نیامده بودم، ایشون 40 سال از من بزرگتره. اون دوره‌ای که انقلاب پیروز میشه، ایشون مصاحبه‌ای داره علیه امریکا، علیه شاه. میگه که شاه صنعت مونتاژ رو به ایران آورد، وابستگی رو به ایران آورد. خب الان نظرش عوض شده، انسان نظرش عوض میشه. خیلی از اندیشمندان نظرشون عوض میشه. مارکس جوان، مارکس پیر. اما چرا جامعه‌ای که 40 سال به آقای زیبا کلام اعتماد کرده، بعد 40 سال از نظرش عوض شده، چرا باید دوباره اعتماد کنه؟ از کجا معلوم آقای زیبا کلام در آستانه 88 سالگی 5 سال دیگه بگه بازم اشتباه کردم؟ حالا ما آمریکا ستیز نیستیم، غرب ستیز هم نیستیم. مسئله امریکا نیست، مسئله غرب نیست، مسئله سلطه است. چین بر شما سلطه داره، مرگ بر چین. شما فیلم از آخر روایت میکنید، داستان از وسط میگید. کی گفته ما از 57 ضد امریکا شدیم؟ اولین کتابی که نوشته شد در مورد فرهنگ غربی پیش از مشروطه چه کتابیه؟ نمیدونم. من اون موقعی که شیمی میخوندید و اومدید به علوم سیاسی، اگه اینا رو میخوندید میدونستید. تاریخ دخانیه شیخ حسن کربلایی چند سال پیش از مشروطه چی نوشت در مورد غرب؟ هر چی من میگم نه، سنده، کتابه. اولین فتوای استقلال علیه انگلستان رو چه کسی داد؟ آیت الله که شما میگین. کیه اسمش؟ آیت الله محمدی. خب پس فتوا استقلال علیه غرب مطلب گفت. غرب نه، سلطه. علیه سلطه. فتوای استقلال داد؟ فتوای استقلال کی؟ همون موقع که حضرت آدم از بهشت آمد به گندم خورد از اون موقع نه، حضرت آدم مشکل گندم نصیب بود. مثلا اینا نه ببینید عواما حرف نزنید. یعنی اینا خوبه، میتونید لایک بگیرید، میتونید چیز کنید. ببینید اولین باری که فتوای استقلال خانه داریم در نهضت تنباکوی میرزا شیرازی بزرگ. چرا میگید از 57 بوده؟ وقتی از دوره شما علیه خودتونید، شما علیه کتابایی که خودتون نوشتید هستید. شما با زمانه تغییر میکنید. جامعه نمیتونه عقلشو به شما بده که هر 10 سال تغییر میکنید. جامعه عقلشو به شما داده. نه به من نداده. من عددی نیستم، من کسی نیستم. نه در این مملکت کاری بودم، نه مثل شما 40 سال حقوق جمهوری اسلامی رو گرفتم، دانشجو تربیت کردم. نه، من خود نظر خودم میگم، شما نظرات منو رد کنید اگر غلطه. من دارم میگم ما از دوره‌ای که با غرب مواجه شدیم، غربی که اومد بر ما تسلط پیدا کنه، یه دوره روسیه تزاریست. آیا 17 شهر رو در ترکمنچای از ما جدا کردن یا نکردن؟ بعد ایشون یه جمله‌ای داره، ما ایدئولوژیک هستیم. روسیه آمد در گلستان و ترکمنچای خاک ما رو جدا کرد، در پیمان آخال از ما جدا کرد، در قرارداد تنباکو، در قرارداد رژی، در اون ماجرای مولا علی کنی، در متعدد قراردادهایی که یا بخشی از ما جدا کرد با جنگ. حالا گاهی اوقات قاجار شرف داشت می‌جنگید 12 سال و جدا میشد، گاهی اوقات نجنگیده خاک میداد میرفت. مگه قاجار مرگ بر روسیه میگفت؟ مگه قاجار زوری داشت؟ مگه قاجار ایدئولوژیک بود؟ این حرفا چیه آقای زیبا کلام؟ کجا قاجار مرگ بر انگلیس میگفت؟ افغانستان چطور از ما جدا شد دور ناصرالدین شاه در معاهده پاریس؟ آقای ناصرالدین شاه لشکر میفرسته، هرات رو محاصره میکنه. انگلستان اومد بندر بوشهر ما رو گرفت. شرطش این بود که شما محاصره هرات رو بردارید، منم محاصره بوشهر رو برمی‌دارم. معاهده پاریس، هرات از ما جدا شد. مگه ناصرالدین شاه مرگ بر انگلیس میگفت؟ مگه ناصرالدین شاه استاد دانشگاهی داشت که از رو پرچم آمریکا بپره؟ مگه ناصرالدین شاه پرچم آمریکا آتش می‌زد؟ پایگاه بسیج داشت، ایدئولوژیک بود مگه؟ چرا اینا رو جواب نمیدید به جامعه؟ کی آقای مصدقی که شما دوستش داشتید و جریان ملی گرایی و اول انقلاب هم در نهضت آزادی و اون دولت آقای بازرگان هم بودید، آقای مصدق ایدئولوژیک بود یا نبود؟ مصدق ایدئولوژیک بود؟ مرگ بر آمریکا میگفت؟ خیر. چرا اون کارو با مصدق کردن؟ البته شما برای اینکه اثبات کنید مصدق هم آمریکایی‌ها باهاش کار نداشتن، میگید اصلا کودتا کار آمریکایی‌ها نبود. 3 اسفند 1290 هم که اصلا انگلستانی اصلا انگلستان اصلا اطلاعی نداشت. خب من که حالا اونو الان فرصتش نیست اثبات بکنم. امریکا رسما عذرخواهی کرد، مقام سیاسی امریکا رسما عذرخواهی کرد که ما کودتا 28 مرداد. آقای زیبا کلام انقدر امریکا رو دوست داره، آمریکایی‌ها میگن ما اشتباه کردیم. آقای زیبا کلام میگه نه، از این حرفا نزن، یهو تصویر شما تو ایران خراب میشه.
چرا شما داستان رو از انتها تعریف میکنید؟ چرا از 57 تعریف میکنید؟ آیا پیش از 57 ما جنبش‌های استقلال خواهانه در مبارزه با روسیه و با مبارزه با انگلستان و امریکا نداریم؟ کاپیتولاسیون نداریم؟ بعد ببینید میگم ایشون تاریخ رو نخونده، ایشون حالا سابقه علمیشون رو بررسی کنید. ببینید ایشون اومده میگه که 57 انقلاب اسلامی دنبال یه چیزی بود، بعد از 57 ضد امریکایی شد. اولین سخنرانی امام که بعدش بازداشت شد، متنش امام علی کی حرف میزنه؟ علیه آمریکا، چرا؟ علیه استعمار. چه سالی؟ 42. خب 42 امام علیه امریکا حرف میزنه، پس چرا شما میگید 57 ضد امریکایی شد؟ اشتباه میکنیم دیگه. اشتباه میکنید، همین اشتباه هم تکرار میکنید. بله بله. خب اگر شما میخواید این روش مناظره بلدید، محتوا نمیدونید، بلدید مثلا از این حرفا بزنید، تا الان هم جلوی کسایی نشستید که حالا ما اخلاق رو رعایت میکنیم. عرض میکنم شما 40 سال از من بزرگترید، 8 سال از پدر من بزرگترید شما، من احترام شما رو حفظ میکنم، ولی رحم کرده احترام من حفظ. آره رحم کرده، اگه رحم نمیکرد که یه جور دیگه رفتار میکردم. رحم کرده که اینجور صحبت کنم، چون محتوایی که میدید مسمومه. سم برای اینجا اینو بگم. اولین سخنرانی امام در 13 خرداد 42 امام ضد امریکا حرف میزنه، ضد اسرائیل حرف میزنه. چند تا شرط برای امام میزنن که اینا رو نگو، امام عین اینا رو میگه. چرا میگید از 57 شروع شد؟ چرا میگید دعوا از 50؟ حالا من اسناد تاریخی، مثالهای تاریخی رو میخوام بگم. ایشون جواب نمیده، من میدونم جواب نمیده. من میخوام جامعه بشنوه که آقا اون موقعی که قفقاز از شما جدا کردن، اون موقعی که ترکمنستان از شما جدا کردن، اون موقع مگه شاهان قاجار و پهلوی مرگ بر این و اون میگفتن؟ مطلقاً نمیگفتند. بسیار شد 6 دقیقه و 40 ثانیه. آقای دکتر زیباکر. علی آقا خوشتیپ، مخلصم. خوش. عرض کنم حضور واسطتون که ما خیلی این بحثا رو داشتیم، شما میدونید، با ایشون و همفکرانشون. اینا تمام اون چی که میگوین درسته. از زمانی که حضرت آدم از بهشت گندم خورد و آمد روی زمین، ایرانی‌ها داشتن مبارزه میکردن با استعمار و با سلطه بیگانگان. اینا باشه. یه سوال خیلی ساده، ایشون یک مورد، بیشترم نه، فقط یک مورد نشون بدن که ظرف 47 سال گذشته مرگ بر آمریکا گفتن ایشون، استکبار ستیزی ایشون، شعار نابودی اسرائیل ایشون، یک مورد نشون بدن که چه دستاوردی، که چه خدمتی واسه منافع ملی ایران در بر داشته. من اون وقت یک دوجین مورد نشون میدم که آمریکا ستیزی ایشون، استکبار ستیزی ایشون که از بشریت شروع شده، از حضرت آدم شروع شده، ظرف این 46 سال چجوری تیشه به ریشه منافع ملی ایران زده. گفتم 197 کشور عضو سازمان مللن. به جز این 2-3 تا کشور، ایران و کره شمالی و اینا، کدومشون وجودشون بستگی به دشمنی با آمریکا داره. باشه، ولی آقای دکتر الان آمریکا داره به صراحت اعلام میکنه باید تسلیم شی. حالا چی با این؟ آمریکا چرا دیگه باید تسلیم بشین؟ برای اینکه شما بودی که ظرف این 46 سال گذشته مرگ بر آمریکا گفتی، به دنبال صدور انقلاب بودی، به دنبال نابودی اسرائیل بودی، رفتی محور مقاومت درست کردی، دار و ندار مملکت ریختی تو سوریه و تو لبنان و توی هشت شعبی و توی حوثی و اینا، دار و ندار مملکت اومدی ریختی تو هسته‌ای. هسته‌ای چه گلی به سر این مملکت زده؟ هسته‌ای چه، از ایشون بپرس هسته‌ای چه گلی به سر این مملکت زده؟ ولی شما 22 سال هسته‌ای رو بردید جلو، هر چی بود و نبود ریختید به پای هسته‌ای. بماند که از طریق تحریم ها چقدر منافع ملی ایران صدمه دید. حالا یواش یواش داره معلوم میشه که هسته‌ای برای تولید برق نبوده، هسته‌ای برای در خدمت اقتصاد نبوده. پس هسته‌ای واسه چی انقدر هزینه کردیم؟ واسه هسته‌ای، واسه مرگ بر آمریکا گفتنتون، واسه دشمنی با استکبارتون. اینه. بعدم که میگه ما این داره تیشه به ریشه منافع ملی ایران میزنه، اینا میگن که ما از زمان آیت الله کیک ابن کیک داشتیم با انگلیس مبارزه میکردیم، داشتیم با اون مبارزه میکردیم، 17 تا شهر قفقاز رو بردن، اون هرات رو برد، اون اینو برد. اینا میرن میزنن به گذشته و اینا. من یه سوال ساده کردم، انقلاب اسلامی برای چی بود؟ اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی چی بودن؟ کدوم بودن؟ آیا آمریکا ستیزی بودن؟ آیا مرگ بر آمریکا بودن؟ امام 3 ماه حدوداً در پاریس بودن، در نوفل لوشاتو بودن، از مهر 57، اواسط مهر 57 تا 12 بهمن 57. 128 مصاحبه دارن که ضبط شده و چاپ شده بعد از انقلاب. یک بار تو اون 128 مصاحبه نمیگن که ما بعد از ازشون میپرسن دیگه، CBS میپرسه، MBC میپرسه، BBC میپرسه، حسن هیکل میپرسه، هر کی میاد اونجا با ایشون مصاحبه میکنه که چی ایرانی‌ها چی میگن، چی میخوان، چرا علیه شاه هستین شما به عنوان رهبر انقلاب ایران، چرا علیه شاه هستین؟ یک بار ایشون نمیگه که ما بعد از اینکه پیروز شدیم و محمد رضا شاه پهلوی رو ساقط کردیم، تازه ما میخوایم بریم به دنبال مرگ بر آمریکا، تازه ما میخوایم بریم. یک بار نمیگم. اون 128 مصاحبه
2 بار 3 بار تجدید چاپ شده. بعد وقتی شما میگن که از سال 42 برو عقب‌تر، از سال 32 اصلا از زمانی که امام 8 سالشون بود 9 سالشون بود یه پسر بچه بالغی داشتن میشدن، ایشون به فکر مبارزه با آمریکا بود و اینها. کاری که ما نرفتیم به دنبالش تو این 46 سال این بود که چرا مرگ بر آمریکا گفتمان مسلط شد. 1 2 چرا علی‌رغم اینکه مرگ بر آمریکا تیشه به ریشه منافع ملی ایران زد تو این 46 سال، چرا همچنان ادامه پیدا کرده؟ چرا آمریکا ستیزی و مرگ بر آمریکا همچنان ادامه پیدا کرد؟ 2 تا پاسخ دارن ایشون. اینم بگم و دیگه وقتم تمام بشه. 2 تا پاسخ دارن. یه پاسخ همونی بود که گفتن که اصلا ملت ایران، مردم ایران، ایرانیا، خون ایرانیا، نژاد ایرانیا استکبار ستیز استعمار. من چنین چیزی نگفتم. مستقل میخواد مستقل باشه. این یه پاسخشونه. بنابراین انقلاب اسلامی آمریکا ستیز بود، استکبار. چون یه شبکه دیگه ذات امام از سال 42 به دنبال مرگ بر آمریکا بود. این یه پاسخشونه. یه پاسخ دیگه شون هستش آقای زیبا کلام. آمریکا در این کشور منافع زیادی داشت، در نتیجه انقلاب اسلامی اون منافع از بین رفت و آمریکا از فردای انقلابی شنبه 22 بهمن بود. آمریکایی‌ها از دوشنبه 23 بهمن شروع کردن توطئه، تبس رو به راه انداختن، نوجر به راه انداختن، کردستان رو به راه انداختن، ترور به راه انداختن. بعدم که دیدن اینا هیچ کدوم نمیشه رفتن دست به دامن صدام شدن، گفتن یا اخی برو بزن کار تموم کن. صدام هم گفت اهلا و سهلا، وارد جنگ شد. بعدم شبیخون فرهنگی، بعدم به تهاجم فرهنگی دست هواپیما رو زدن، اینو زدن اونو زدن. دست آخرم که اومدن دارن از طریق تحریم ها پدرمون رو در میارن. چرا؟ چون ما خواستیم مستقل بمونیم و استقلال داشته باشیم. آقای دکتر زادبر، میدونید منتقدان شما این فکر رو محکوم میکنن به اینکه منافع ملی رو نمیبینه، تعبیر تیشه به ریشه یا منافع ملی زدن و معیشت مردم. بس اینا این معیشت میدونید نه این من جواب دکتر بدم. نه ایشون چون شیمی لطفاً خونده، راجع به اینم توضیح بدید. چون تاریخ نخوندن. ایشون شیمی خونده اومده ایران. بعد آقای مهم اینه که تاریخ نخونده. آقای سروش به ایشون گفته بیا برو یه انگلیسی مدرکی هم بگیر، یه 4 تا ترجمه دوره دکتری و اینا. ببینید تاریخ اگه خونده بودن یه فرشم به خودم بردم دادم که پیشنهاد بدم. من اول اون 30 تا سندی که ترجمه کردید و آوردید شو پایین‌هات. ببینید تاریخ نخوندن. من عرض کردم گفتم آقا شما 57 بعد حذف کنید. من گفتم تجربه تاریخی ایرانیان آیا نزاع با سلطه غرب دارد یا ندارد؟ مثلا آمریکا رو کار ندارم. پیش 57 سوال جواب نمیده. ایشون یک هنری دارد در بیان که میتونه حرف خودش رو تو دهن طرف بزنه. من اصلا اینا رو نگفتم. من میگم آقا مصدق مرگ آمریکا میگفت مصدق پا شد رفت امریکا 40 و چند روز خارج از کشور بود، رفت موفقم شد، انسان ملی گرایی هم بود، دنبال استقلال ایران از شر انگلستان بود. از زمانی که آقای ویلیام دارسی در این کشور نفت و آب و کشف کرد در دوره مظفرالنژاد قرارداد 60 ساله‌ای که بس آقای مصدق تلاشی کرد یه جنبش ملی ایجاد شد ولی کودتا کردن کله پاش کردن، رفت امریکا، از امریکا درخواست وام کرد. به امریکایی‌ها گفت اگر به من وام نمیدهید خبرش هم منتشر نکنید، حزب توده میریزه تو خیابون دردسر میشه. قبل از اینکه بنده خدا مصدق پاش برسه به ایران امریکایی‌ها خبرش رو پخش کردن، توده‌ها ریختن تو خیابون. مصدق مرگ آمریکا میگفت هسته‌ای داشت، مصدق حقوق مردم رو نداشت بده چون تحریمش کردن. اولین باری که ایران تحریم شد سال 31 انگلستان تحریمش کرد، آبادان نیرو خالی کردن ولی وارد آبادان نشدن، اجازه فروش نفت به ما ندادن. مصدق چون پول نداشت کارمنداش حقوق بده اومد تو رادیو گفت مردم بیاد اوراق قرضه بخرید. یکی از کسانی که اوراق قرضه خرید شاه بود. ایشون تاریخ نمیگه، ایشون یه جای نشسته انگار یه چایی جلوشه داره خاطره میگه هسته‌ای. من اصلا بعد 57 کار ندارم. میگه امام از کودکی اینا رو گفت. تازه امام شما امام هم نخوندید. برید امام تو صحبتش تو صحیفه هم هست. میگه من یادم جنگ جهانی دوم روسا نزدیک اون منطقه ما شده بودن. که این حرف عوامانه چیه؟ یا اینکه امام تو پاریس این حرفو نزد. اونا رو هم شما نخوندید. در پاریس نماینده فرانسه و نماینده کارتر با امام دیدار میکنن. نماینده کارتر تهدید میکنه. بگه ادبیاتی که بختیار مورد حمایت ماست، ارتش هم مورد حمایت ماست. امام اونجا میگه که یه نوعی میگه که خطر رو حس کنید. امام هم میگه من هم با مردم نگفتم با امریکا چه کنن. شما چه انتظارید؟ امام از 42 اولین سخنرانیش ضد امریکا حرف زده. چرا؟ میگه امریکا چی میخواد؟ امام کاپیتولاسیون ضد امریکا حرف زده نه آبان 43. در آبان 43 وقتی کاپیتولاسیون که تحمیل بر ماست امام میاد ضد امریکا حرف میزنه یا نه؟ چرا شما بعد 57 میگید؟ دیگران چی؟ اولین کسانی که پای آمریکایی‌ها کشته شدن 3 جوان توده‌ای و ملیگرا بودن. 16 آذر 32 قنچی بزرگنیا و شریعت رضوی برادر خانم آقای دکتر شریعتی. اینا کی بودن؟ اینا بچه مذهبی بودن، تندرو بودن، مثل من ریش داشتن، دو جریان مثلا چیزایی که ایشون میگه بودن. نه اینا ضد امریکایی بودن. نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا داشت میومد، انگلستان هم داشت به نفت ایران برمیگشت با اون کنسرسیوم و چه اینا تو دانشکده فنی تهران کشته شدن، نیروهای نظامی اینا رو کشتن. چرا شما داستان بعد 57 چیز می‌کنید؟ و برای اینکه یه ذره مردمم لایک بگیره و چیشه، از آدم و حوا گندم هم نخوردن. اینا تاریخ اسلام هم تاریخ ادیان هم بخونید، گندم هم نخوردن. مردم آدم و حوا سیب ظاهرا خوردن. اصلا هر چی خوردن. این نیست. شما ببینید شما داستان رو اشتباه به جامعه ارائه می‌کنید. بعد میارید سر هسته‌ای اینا. ببینید من تو دام ایشون نمیام که بگه هسته‌ای چی شده. هر عاقلی در عالم میدونه که انرژی ها، حوزه فناوری، حوزه تکنولوژی ها برای تولید قدرت باید به سمتش رفت. ما سالی 1 تا 1.5 میلیون بیمار خاص و سرطانی داریم که توسط رادیو داروها و همین مسئله هسته‌ای یا بیماریشون شناسایی میشه یا درمان میشه. اگر جمهوری اسلامی هسته‌ای رو بده بره و غنیسازی صفر رو که اینا دارن تحمیل میکنن، کما اینکه سال 89 وقتی سوخت راکتور تهران تمام شد اینا ندادن.
اگر سال آینده که ما سوخت نداشته باشیم 1 میلیون تا 1,500,000 بیمار رو نتونیم درمان بکنیم، عکس برداری بکنیم، رادیو داروها، همین آقای زیبا کلام توییت نمیزنه آی جمهوری اسلامی چرا نمیتونی اینا رو درمان کنی؟ نمیگه؟ میگه. خود ایشون در روند درمانش که با مرخصی از زندان بیرونه استفاده نمیکنه. بعد یقه جمهوری اسلامی نمیگه تو چرا نمیتونی مریضاتو درمان کنی؟ این چه حرفاییه؟ من عرض میکنم به جای این که شما این نورافکن رو بندازید روی بعد 57 بیاید پیش از 57 مثالا رو پاسخ بدید. چرا با مصدق ملیگرا اون کارو کردن؟ فدایان اسلام به مصدق میگفتن حجاب درست کن، تو ادارات حجاب درست کن، درس دینی درس بده. مصدق گفت من آمدم نفت رو ملی کنم، اینو بذارید برای حکومت اسلامی. مصدق هم این چیزایی که شما به ما نسبت میدی که نبود که، یه ملیگرا بود، دو تا کار می‌خواست بکنه، نفت رو ملی کنه، قانون انتخابات رو اصلاح کنه. مصدق رو چرا سرنگون کردند؟ چرا در وقایع بعد از دهه 20 در تأسیس ساواک آیا آمریکا نقش داره یا نداره؟ حالا منطق چیه؟ منطقی نیست که شما متمرکز رو آمریکا بشید. من عرض کردم، واضح گفتم، منطق تسلط هست. هر کشوری خواست بر شما تسلط کنه، چین، روسیه، اوگاندا، ترینداد و توباگو، آمریکا، مرگ بر اونها. تسلط با اینکه شما تعامل داشته باشید، رابطه داشته باشید فرق داره. بعد ایشون میگه 197 کشور. شما سابقه مبارزاتی کشورهای دیگر با سلطه از ما بیشتره. اولین کسانی که با سلطه انگلستان جنگیدن هندوستان بود. ماندلا در افریقاست، گاندی در هنده. اون طرف برید قاره آمریکا رو ببینید، چگاورا رو ببینید، سیمون بولیوار رو ببینید، اون یکی رو ببینید. چرا شما فقط به جامعه ایرانی میگی جامعه ایرانی تو داری فقط برای استقلالت زحمت میکشی؟ تو فقط این انگلیسی که ایشون درس خونده مگه استعمار شد که با کسی مبارزه کنه؟ اکثر کشورها روز استقلال دارن. انگلستان روز استقلال نداره چون کسی اشغالش نکرد. اینایی که روز استقلال دارن به خاطر اینه که انگلستان و فرانسه و پرتغال و هلند از قرن 15 16 17 18 آمدن. حالا شما میخواید صورت مسئله رو حذف کنید، کوچک نمایی کنید. صحبت‌های حالا نمیخوام خیلی هم چیز بگم، یه صحبتایی که مثلا آدم خجالت میکشه بگه آکادمیک، دانشگاهی، مستنده. نه، مسئله اینا نیست. مسئله اینه که شما یه منطقی دارید، این منطق ریشه عقلی دارد. تسلط رو نبرید. اینقدر از تجاوز لذت نبرید. به شما تجاوز شد. شما داشتید مذاکره می‌کردی، یک شنبه قرار بود قرارداد امضا بشه در عمان. گفتن ما بازرسامون رو می‌فرستیم در فردو و در کجا و کجا. همه به این سمت رفتن آقا حل کنیم. به شما تجاوز شد. چه جریانیه در این مملکت از تجاوز لذت می‌بره؟ ریاکشن اینجوریه. چرا؟ بابا یه بار آقای زیبا کلام صداتو برای آمریکا ببر بالا. یه بار بگو 1100 تا شهید ما رو هنوز خونشون خشک نشده، 6 ماه پیش کشتی. یه بار شما نمیگم بگو مرگ بر آمریکا، انتظار نیست. شما یه بار بگو امریکا چرا این کارو با ما کردی؟ ترامپ پیروز گفت ما میتونیم 150 بار جهان رو با بمب اتم نابود کنیم. شما مگه لیبرال نیستید؟ شما مگه حقوق بشر قبول ندارید؟ بگو آقای ترامپ این چه حرفیه تو میزنی؟ آقای ترامپ بهت بر نخوره، مرگ بر آمریکا هم نمیگیم ما. ولی چرا با ما این کارو کردی؟ اصلا من این دو تا نکته رو بگم از وقت من بهشون بدید. ببینید من نمیدونم این چه جریانیه که اینقدر تاریخ رو کنار میذاره. تجربه میخواد تجربه کنه. یه بار ایشون دیدید بگه آقای امریکا مگه با ما برجام امضا نکردی؟ 2 سال مذاکره نکردیم؟ چرا تو بلافاصله که آقای اوباما برجام امضا کردی اون قانون امضا کردی که هر کی بره به ایران و کجا سفر کنه دوباره ویزا میخواد؟ چرا با ما اینجوری رفتار کردی؟ چرا وقتی آقای خاتمی در دولتش اون همکاری‌ها رو کرد به ما گفتی کشور تروریست؟ این چرا یه بار آدم واقعا باید به نظر و نیاز کنه؟ آقای زیبا کلام یه بار بگه آقای انگلستان 1296 تا 98 این قحطی بزرگ، آقای روسیه تزاری، آقای شوروی چرا در سال 23 24 دو تا استان ما رو جدا کردی؟ اون بلاخره سر ما آوردی در امتیاز نفت شمال. بابا یه بار شما صداتون رو برای اونها ببرید، بعد با آقای خامنه‌ای هم بگید، بعد به امام هم بگید. البته ایشون هیچ وقت اسم آقا امام رو نمیاره، میگه نظام، چون بلده چه جوری چیز بکنن. میخوام بگم بابا یک بار برای دلخوشی نسل ما که این انقلاب از شما تحویل گرفتیم، شما زندان شاه بودید، شما اول انقلاب ضد آمریکا حرف میزدید، یک بار برای دلخوشی وجدان بگید امریکا تو نه مرگ بر تو، غلط کردی، زدی بمب زدی وسط میز. آقای زیبا کلام در این شهرک چمران برای اینکه یک دانشمند هسته‌ای رو بکشن در همین خرداد امسال یک ساختمون آوردن پایین، نزدیک 60 تا زن و کودک به شهادت رسیدن، بچهای 2 ماهه 3 ماهه 5 ماهه 6 ساله. چرا این کار کردن؟ شما مگه اهل علم نیستید؟ برای حذف یک دانشمند یه ساختمون رو با 50 60 تا کشته رو دست ما گذاشتن. ما مقصر بودیم؟ بابا یه بار صداتون رو برای اونها ببرید بالا، 10 تا با اون باتونتون بزنید تو سر ما. بسیار. آقای دکتر، حالا به طور مشخص من 2 تا نکته در صحبت‌های ایشون بود، از جمله در مورد اینی که این چاه ویل هسته‌ای عبارت آشنای شماست دیگه، اما انگار مزایایی هم داشته، یعنی به هر حال مردم دارن بهره مند میشن از این پیشرفت‌های هسته‌ای. که اینو بفرمایید که همون مسئله آمریکا، سلطه و مواجهش. علی جان بفرمایید. تا اوایل قرن 19 یعنی 1800 ما نمیدونستیم غربی وجود داره و کیه چیه چجوریه. درست شد؟ از آغاز قرن 19 و شروع جنگ‌های ایران و روسیه برخی از رجال ما، شخصیت‌های تاریخی ما یواش یواش متوجه شدن که یه جهان دیگری هم هست، یه دنیای دیگری هم هست به اسم غرب. تا قبلش نبود، علم آگاهی نبود. و یکی از نخستین کسانی که متوجه شد که تمدنی به اسم غرب وجود داره در نتیجه جنگ‌های ایران و روس
شاهزاده عباس میرزا بود که مسئول جنگ. همون موقع ناپلئون می‌خواست بیاد بره نگین امپراتوری انگلستان رو بگیره و لاجرم بعد از ایران عبور میکرد. هیئتی رو میفرسته به ایران که ببینه ایران چجوریه وضعیتش، مثلا نیرو بخوایم بیاد، لشکریان ما بخواد بیاد رد شه بره. در رأس هیئت یه آقای بود به اسم ژوبر، فرستاده ناپلئون. ایشون میاد و چه میدونم بررسی میکنن جمع‌آوری چه. قبل از اینکه بره بهش میگن شما بهتره که عباس میرزا رو هم ببینی تو تبریز. اونجا قره‌چمن 16-17 کیلومتری تبریز، اونجا قرارگاه اردوگاه بزرگ ایرانیا هستش و اگر فتحعلی شاه طوری بشه این عباس میرزا میشه پادشاه، این عباس میرزا هم کاره، اینم الان داره میجنگه و اینا. ژوبر پا میشه میره قره‌چمن با اون هیئت همراه. حالا الان 1810 اون طورا هستش، یعنی 200 سال پیش، 200 اندی سال پیش. خب دیپلمات‌ها چه میکنن؟ میگن کشور ما خیلی مایل هستش با شما روابط صمیمانه داشته باشه. جناب ناپلئون خیلی دلشون میخواد با ایران رابطه صمیمانه داشته باشن. از این صحبت‌ها من شرح پیروزی‌های شما رو شنیدم که چه دستاوردهایی داشتید اینا رو میگه به عباس میرزا. تصور ژوبر این بوده که عباس میرزا مثل مابقه ایرانیایی که من تو پایتخت تهران دیدمشون میگن توپ می‌خوایم، تانک می‌خوایم، نفرور می‌خوایم، اینو می‌خوایم، پول می‌خوایم. عباس میرزا یه لیست بلند بالا میده که بکه یا الله اینا رو بده، ما می‌خوایم داریم با روسا می‌جنگیم. وقتی که خوشامد اون حرفای قشنگ ژوبر تموم میشه، نوبت عباس میرزا میشه. میگه که شما از من خیلی تعریف کردید فتوحات من و من چه دستاوردی داشتم، کجا رو من گرفتم، من هر چی بود همه رو از دست دادیم، منم از دست دادم. بعد ادامه میده میگه که چرا شما فرانسوی ها پیشرفت کردید و ما ایرانی‌ها انقدر عقب مانده هستیم؟ حرف بزن، به من بگو من چیکار باید بکنم که ملت منم. و بعد اتفاقی که میفته این بوده که تعداد ایرانی هایی که با غرب آشنا میشن بیشتر و بیشتر میشه. هر قدر که این آشنایی بیشتر شد، محصلا رفتن، تجار رفتن، برخی از روحانیون برای تبلیغ اسلام رفتن به هند و اونجاها. هر قدر که آشنایی ما با غرب بیشتر شد، این علامت سوال بیشتر شد که اگر کشور بلژیک، اگر کشور فرانسه است، اگر نمسه اتریشه، اگر کشور اینا هستش، پس این ایران چیه؟ این که نه دانشگاه داره، نه کتابخونه داره، نه بیمارستان داره، نه پل داره، نه کارخونه داره، نه صنعت داره، نه این که هیچی نداره. پس این چیه؟ اگه کشور اینه، پس اونا چیه؟ اگه اونا هستن، اینا چیه؟ اینا و این که اونا درستن، اونا صحیح هستن، ما باید مثل اونا بشیم. شد نهضت مشروطه. علی جان، مشروطه یعنی این که ما هم از نظر مملکت داری مثل غرب بشیم. درست شد؟ حکومتمون هر کاری دلش میخواد نتونه بکنه، شخص اول مملکت ناصرالدین شاه، فتحعلی شاه، مظفرالدین شاه هر کاری دلشون میخواد نتونن بکنن. قانون اساسی می‌نویسیم، هر چی که قانون اساسی به شخص اول مملکت اجازه داد میتونه انجام بده. شاه سایه خدا نیست، ذل الله نیست. شاه باید تابع قانون اساسی باشه. 1 2 شاه باید پاسخگو باشه، به حکومت باید پاسخگو باشه در قبال کاراش. به کی باید پاسخگو باشه؟ مبعوثین ملت. امروز ما بهشون میگیم نمایندگان مجلس. باید به اونها پاسخگو باشه. این کل چیزی بود که نهضت مشروطه. حالا نهضت مشروطه به جایی نرسید اینها، اما اون سوال عباس میرزا باقی ماند که چی شده که ما انقدر عقب مانده هستیم. به عباس میرزا، نسل‌های بعد از عباس میرزا چندین پاسخ داده شده که چی شد ما عقب مانده هستیم. یکی از پاسخ‌ها شاهان خائن بود. گفتن این پادشاهان خائن، این رجال مزدور سرسپرده، نوکرهای سفارت، اینا باعث عقب ماندگی ما شدن. یه پاسخ دیگه اسلام بود که میرزا آخان کرمانی و نمیدونم مستشارالدوله و منورالفکرهای مشروطه همشون نه، خیلیاشون اسلام رو مقصر دونستن، یا تقی‌زاده که با آمدن اسلام، وقتی اسلام حمله عرب صورت گرفت، ایران به این روز سیاه افتاد. اینم یه پاسخ بود به عباس میرزا. درست شد. یه پاسخ دیگه بود که حزب توده ایران آورد، مارکسیستا آوردن. اونا گفتن که همین چیزایی که ایشون میگه، غرب، سرمایه‌داری، سلطه، اونا باعث عقب ماندگی ما شدن. ما خودمون مشکلی نه، اونا نه تنها باعث عقب ماندگی ایران شدن، باعث عقب ماندگی آفریقا هم شدن، اروپا هم شدن، هند هم شدن، اینجا هم شدن، اونجا هم شدن اینا. و این موند. کی حزب توده اینو آورد؟ 1320 بعد از سقوط رضا شاه حزب توده تشکیل شد و ادبیات مارکسیستی اومد. اینم من به شما بگم علی جان، فقط در ایران نبود که ادبیات مارکسیستی گرفت، پخش شد، مثل پپسی کولا، مثل همبرگر که چجوری از آمریکا. در کجا نبود؟ در اروپا بود، در آفریقا بود، در هند بود، در خیلی از کشورهای عربی بود. اون تفکر ترقی خواهانه که نمونهش حزب توده ایران بود،
شکوفا شد که آقا جون همه بدبختی‌ها ناشی از غربه. تمام چیزایی که ایشون دارن میگن از 1320 شروع شد که بدبختی‌های ما همه از غربه. منتها ما چون عقب مانده هستیم در علوم انسانی، فکر نکن ما فقط تو تولید اتومبیل و نمیدونم تو آب و برق و تو اینا عقب مانده هستیم. نه، تو علوم انسانی وحشتناک عقب مانده هستیم. مارکسیسم رخنه پیدا کرد، حزب توده بعداً کودتا شد، اعدام شدن، فراری شدن، از کشور چیز شدن بعد از شهریور سال 32، اما ادبیات حزب توده، تفکر حزب توده، جهانبینی حزب توده موند واسه جریانات اسلامگرا و جریاناتی که بعد از کودتای 28 مرداد یواش یواش که اوجش اون وقت شما در جریان انقلاب اسلامی داری می‌بینی. به عنوان آخرین جمله علی جان، شما اعلامیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام رو نگاه کن. حدود ساعت 8 خورده از دیوار سفارت رفتن بالا روز 13 آبان. اعلامیه‌شون حدود 11:30 یا به 12 اولین اعلامیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. من بسیارشون میشناسم چون موقع مربی دانشکده فنی بودم. دانشکده فنی درس میدادم، مهندسی شیمی. ببین واقعا در اسلام خواهی اینها، واقعا در اسلام گرایی اینها مثل بت امام رو میپرستیدن. ابراهیم اصغرزاده میپرستید امام رو. نمیدونم آقای عباس عبدی همینطور، اون یکی همینطور، اون یکی همینطور. لباسای این خانم که بعد شد مال محیط زیست و فلان اینا، خانم ابتکار، حجابشو میبینی چه جوری، عکساش هست اینا، همشون بچه مسلمانای دف و ناب بودن. محسن میردامادی همشون کدومشون نبودن، همشون خودش تمام اینجوری بود، همشون متدین بودن. جونم برای شما بگه که اعلامیه اینا که متدین ترین و مسلمان ترین بچه‌های ایران بودن، اعلامیه‌شون 111 بخون. چی بود؟ 5 بار 6 بار میگن امپریالیسم. یعنی این حرکتی که ما، این کاری که ما کردیم یعنی چی؟ یعنی همون ادبیات مارکسیستی که من دارم رگ گردنمو پاره میکنم میگم که این منتها ما چون عقب مانده هستیم و بودیم و بوده ایم، اون آمریکا ستیزیه باقی موند. برای اینکه آمریکا ستیزیه بعد از 13 آبان 58 وحشتناک نفت داشت واسه حکومت، واسه امام نفت داشت، واسه مسئولین نفت داشت، واسه رهبران جمهوری اسلامی نفت داشت. بزرگترین نفعش این بود که زدن تمام صداهای دیگر رو خفه کردن، میلیون رو خفه کردن، چپ رو خفه کردن، زنان رو گفتن باید روسری سرتون کنی، کردا رو زدن تو سرشون، نمیدونم روشنفکرا رو بدبخت کردن، تمام این کارا رو کردن. منتها چون آمریکا ستیز بودن و در رأس جریان آمریکا ستیزی بودن، کسی نمیتونست ازشون ایراد بگیره. کسی نمیتونست بهشون بگه فرق شما با محمد رضا شاه پهلوی چیه، فرق شما با صدام حسین چیه، فرق شما با نمیدونم پینوشه چیه، فرق شما با دیکتاتورهای دیگه چیه. نه، اینا آمریکا ستیز بودن. اینا شما فقط بشورید این لغت امپریالیسم. قرآن اومده لغت امپریالیسم، فقه امام جعفر قال صادق قال باقر اومده امپریالیسم. امپریالیسم معلومه زادگاه کجاست. برو ببین چقدر این توی اولین اعلامیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود. آقای دکتر زادبر، این تفکری که دارید این ریشش کمونیستیه اما ویترینش انقلابی. چقدر وقت دارم برنامه‌ریزی کنیم؟ والا ما نه، من الان تو این بخش وقت دارم 10 دقیقه. خب خدا رو شکر بعد از 50 دقیقه از مناظره آقای دکتر یه ذره صحبت تاریخی کردن. البته همون حرفایی که همیشه میزنن تو کتابشون میزنن. ژوورم اینجوری نیست. حالا من بگم ایشون گفتن که البته به سوالات پاسخ نمیدن. من باز تکرار میکنم، چرا مصدق آمریکا یا سرنگون کردند؟ چرا زمانی که قاجار مصدق بوت شما آیت الله کاشانی سرنگون کردید؟ دهن منو باز نکن. خوشحالم باز کن تو جواب میدم. مشکل اینه که خب پس قراردادهایی که در دوره قاجار و پهلوی انگلیس روسیه تزاری علیه ما تحمیل کرد، اونا رو روشنفکرا و تحصیل کرده های غرب کردن. روحانیون همواره علیه استعمار بودن. این همونی که میگم که از تجاوز لذت میبریم. یعنی نه حاضریم بگیم مرگ بر روسیه تزاری که به ما ظلم کردی، نه مرگ بر انگلیسی که به ما ظلم کردی، قحطی بزرگ رو بر ما تحمیل کردی، افغانستان رو از ما جدا کردی، پیمان معاهده پاریس آخال و غیر ذالک، همه مقصرن جز اونایی که به این کشور آسیب زدن. ما نه آمریکا ستیزیم نه غرب ستیزیم، ما سلطه ستیزیم. 20 سال دیگه اگر چین قدرت اول جهان شد و خواست بر ایران تسلط پیدا کنه، مرگ بر چین. منطق درستی است. تازه این منطق از قرآن میاد، نه از امپریالیسم، از استکبار. بله یه دوره‌ای در جهان ادبیات چپ امپریالیستی شکل گرفت، درسته، اما ما یه قاعده قرآنی داریم به نام سوره مبارکه نساء، قاعده‌ای که در فقه بهش میگن قاعده نفی السبیل. روایت هم داریم، الاسلام یعلو ولا یعلا الیه، اسلام بالاست بالاتر از. خب طبق این قاعده فقهی کفار بر مؤمنین مسلط نمیشن. میرزای شیرازی بر اساس همین فتوا میدهد الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. ملا علی کنی طبق این قاعده فقهی که کفار نمیتوانند بر مسلمین مسلط بشن با رویتر مخالفه. امام با این قاعده فقهی با کاپیتولاسیون مخالفه. ببینید مبنا داره استکبار. ما بیش از 50 مشتق استکبار در قرآن داریم. چرا از کجا آوردن؟ چرا آقای سیستانی نیست؟ چرا آقای سیستانی هست؟ چرا نیست؟ اتفاقا آقای شما تاریخ نخوندید. آقای شریعت مداری از کسانی که علیه اسرائیل فتوا داره در خرید کالاهایی که به اسرائیل کمک بکنه. نخوندید تاریخ؟ اون موقعی که شیمی می‌خوندید می‌رفتید تاریخ می‌خوندید، یارو می‌دونید
میدونستید. ببینید ایشون یه ذره حرف تاریخی زد، من رد کنم اینو. ایشون میگه ما از زمان قاجار و عباس میرزا با غرب آشنا شدیم. اصلا اینطور نیست. ببینید اون اوج مواجهه ماست که تبدیل به جنگ شد. اولین آشنایی هایی که ما با غرب و پدیده غرب به عنوان یک کسی که آمده بالاخره غرب یه قدرتی تولید کرده، تلاش کردن، زحمت کشیدن، در علم، در تکنولوژی، در فلسفه، در اندیشه جهانگیر شدن، مذراتی داشتن، ظلمایی هم کردن. غرب چیز پیچیده‌ایه، غرب چیز آسانی نیست. ولی مواجهه همون کی بود؟ حالا من دارم توضیح میدم. یک، ما در دوره‌ای است که آمده انگلستان در کمپانی هند شرقی رو درست کرده و اولین مواجهه‌ای که با مسلمان‌های مناطق عثمانی نشین داره در دوره صفوی. از اولین کسانی که ببین کتاب بخونید این حرفا رو قبول نمی‌کنید. آقای دکتر محمد حسن رجوی دوانی، میراث مکتوب استعمار و ضد استعماری، این مجموعه 30 جلده. من حق میدم به جامعه‌ای که گرفتار قرض و غوله و قسط و این حرفا و صبح تا شب تو بمباران این حرفاست نتونه کتاب بخونه، حق داره. این مجموعه 30 جلده. ببینید اولین کسانی که آمدن در مواجهه با غرب حرف زدن در دوره صفوی، محمد هاشم آصف مشهور به رستم الحکما، آقای عبدالهادی حایری در موردش حرف زدن، دیگران در موردش حرف زدن. من گفتم از اولین مواجهه‌هایی که آمده نقد فرهنگی غرب کرده، شبیه به جلال حرف زده. جلال کسی نبود که واژه غرب زدگی رو به ایران بیاره، که جلال مبدع غرب زدگی که نیست، که قبل از جلال هم نوشتن، شادمان نوشته، فرید و شادمان هم نیستن. از اولین کسانی که در مورد اثر غرب بر فرهنگ ایرانی نوشته آقای شیخ حسن کربلایی تاریخ دخانیه 10-15 سال قبل از مشروط است. تازه ایشون حرف از روشنفکران اینا میزنن. از اولین کسانی که ضد انگلستان و سلطه انگلستان حرف میزنه آقای طالبوف، میرزا عبدالرحیم طالبوف. شما صحبتاشو بخونید، حالا من جدا کرده بودم بخونم با توجه به وقت اگر برسم بخونم. طالبوف از کسایی که میگه آقا اینا از بلاد ما چی میخوان. ببینید این بخشی از صحبت طالبوف. حالا ایشون طالبوف میشناسه میرزا عبدالرحیم یا نه. ببین همین ملل اروپا فساد این عقیده را وقتی میدانند و میفهمند که ملت اسلام را طالبوف داره میگه، میرزا عبدالرحیم طالبوف، نه آخوند، نه میرزا شیرازی، نه امام خمینی که به نفعشه بگید آمریکا، اینا از استانبول تا مقطع آسیا تا کجا فرسخ‌های متعدد را با قدرت مدهشه خود، قدرت شدید و وحشتناک خودشون گرفتن، غاصبین حقوق ما شدن. اینا طالبوف روشنفکر داره میگه. جلوتر چی میگه؟ بیایید و ملاحظه کنید که دیروز روسیه خاک قفقاز را از ایران به زور گرفت و امروز مقدم هر روسی را در ایران مکرمتر میدانند و حتی زنان خود را برای روسیان به حریف میبرند. اینو طالبوف میگه. چه نتیجه میخواید بگیرید؟ نتیجه میخوام بگیرم شروع ضدیت با استعمار، با استکبار بعد 57 نیست. انسان ایرانی از یه دوره‌ای مثل انسانی که در آمریکای جنوبی بود، مثل هندیایی که استعمار شدن، مثل افریقایی که استعمار شدن، مثل شرق آسیایی که استعمار شدن، ما هم استعمار شدیم. یا آمدن اینجا بابا جنگ جهانی اول و دوم ایران رو اشغال کردن، قاجار احمدشاه اعلام بی‌طرفی کرد، ایران رو گرفتند. قاجار احمدشاه که ارتش هم نداشت، رضا شاهی که ایشون کتاب نوشته تعریف کرده، رضا شاه هم ارتش داشت، شهریور 20 اعلام بی‌طرفی کرد رضا شاه. امروز هم مصداق داره. نه امروز الان کار من امروز اصلا کار من با امروز جنگ 12 می‌خوایم جنگ 12 روزه ما آمدیم. در جنگ 12 روزه ما چه کار به اسرائیل آمریکا داریم؟ حقوق بشر کو، قوانین بین‌المللی کو، طبق تمامی قوانین بین‌المللی حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوعه. آقا حمله کردن، صدای ایشون برای آمریکا بلند شد، از تجاوز لذت میبریم. این نمیدونم ریشه در روانشناختی داره. خب چرا نمیگین؟ حالا بذارید من تو وقت خودم بگم اینا. حالا پس یادتون باشه نوکری تو ذات من. کم کروموزوم نوکری دارم. نوکری ذاتی نیست. نه انسان ها تربیت میشن. خود شما اول انقلاب ضد آمریکایی هستید. مصاحبتون است. من از دوستانی که میبینن برید مصاحبه‌ایشون ضد آمریکا ببینید. چرا باید به زیبا کلام ها اعتماد کرد؟ کسی که 10 سال یه بار نظرش عوض میشه. چرا باید اعتماد کرد؟ حالا اون چیزی گفتید از زینب پرید. ببینید من میخوام بهتون بگم ما پیش از انقلاب اسلام، پیش از انعقاد نطفه آقای خمینی به عنوان امامی که بعد مبارزه کنه، ایرانی‌ها با روسیه تزاری جنگیدن، با انگلستان جنگیدن. حاج احمد تنگستانی کیه؟ رئیس علی دلواری رو کی کشت؟ انگلیس کشت یا نه؟ رئیس علی امام دیده بود امام خمینی مرگ آمریکا میگه پایگاه بسیج داشت. بابا ایشون تاریخ تحریف میکنه. باشه ولی تیشه به ریشه منافع ملی زدن چی؟ آقا این چی؟ ببینید یکی اومده تو خونتون. آقا این ادبیات رایجه ها، رسانه‌ها داره گفته میشه. یکی اومده تو خونتون، شما 2 تا بچه دارید، یه املاکی دارید، یه چیزی دارید، یه بچه رو دزدیده برده، یه سری وسایلتون هم برده، خب بعد شما میگید که خب خدا رو شکر یکیش هست، یکی رو برده دیگه. آقا منافع ملی، ما نمیگیم برید با آمریکا ستیز کنید، کاخ سفید رو میخوام حسینی که از این تعابیری که میارن ستیش میکنن. من جمله واضحه، منافع ملی همراه با استقلال تأمین میشه. استقلال یعنی چی؟ نفی سلطه، تسلط. ادبیات قرآنیش میشه استکبار، آیه قرآن سوره نساء 141. ادبیات چپش در امپریالیسم، تازه بگن چپیا این همه آمریکایی‌ها در ویتنام ظلم کردن، فرانسوی‌ها در ویتنام ظلم کردن، در ادوار مختلف، کشورهای مختلف، فیلیپین چه کار کردن، کجا. خب تو به انسان‌ها داری ظلم می‌کنی و قیام می‌کنه. آقا یک بار جواب بدید چرا این کشورها اینقدر انقلاب‌ها استقلال دارن؟ خود امریکا انقلاب استقلال داره. چرا انقلاب استقلال داره؟ چون آنگلوساکسون‌ها و انگلیسی‌ها غارتش کردن. ایشون داستان از ته تعریف می‌کنه، از بعد 57 تعریف می‌کنه. پس خوشحالم 2 دقیقه مونده. بله اگر خوشحالم که ایشون یه ذره آمد به سمت اون چیزی که من طراحی کردم، یعنی بیاد تاریخ بگه، ولی باید این رو درست اشاره کرد. اینکه امام به نفعش بود مرگ بر آمریکا بگه. ببینید اگر شما سنت فقه شیعه رو بررسی بکنید و فقهای شیعه رو، یعنی از میرزا مسیح مشتهد تهرانی، میرزا شیرازی، ملا علی کنی، کاشانی، مدرس،
نمیدونم بیاید این طرفتر خود امام، حتی آقای شریعت مداری که ایشون میگه فتواهای ضد اسرائیلی داره، تو برید بخونید توی خرید پپس کوکا و اینا ایشون هم حرام میدونه که برید اینو بخرید و کمک به فلسطین در مقابل اسرائیل. این خط رو به هم وصل کنید، این برآمده از یک منطق قرآنی است. گفتم از کجا میاد، استدلال از کجا میاد. حالا انسان ها تجربه بشری مشترک دارند. ما یه نوع استعمار شدیم، انگلیسی‌ها جنگ جهانی اول اومدن، اینو نذاشتید بگم، اومدید تو حرفم تازه یادم اومد. ببینید شهریور 20 رضا شاه بهش حمله شد، کشور اشغال شد یا نشد؟ رضا شاه از کشور اخراج کردن یا نکردن؟ کی این کار کرد؟ امام خمینی این کارو کرد؟ انگلیس کرد. چرا این کار کرد؟ به هر دلیلی شاه این مملکت رو اخراج کردند. تا سالها ما مسئله داریم. سال 21 22 دولت قوام به خاطر نبود نان، دولت قوام معروفه که زنا ریختن تو خیابون نون نداشتن، قحطی شده بود، دولت قوام میگن دولت نان سرنگون شد. کتاب آقای عظیمی رو بخونید، اینا که دیگه جریان حزب اللهی و مذهبیونه نیستن که این جریانات رو باید بشناسید. چرا با رضا شاه این کارو کردن؟ چرا انگلیس رضا شاه رو بیرون کرد؟ حتی رضا شاه باهاش توافق شده بود سفارت انگلستان محل تبعیدش قاره آمریکا باشه، کانادا باشه، مکزیک باشه. فریدون جم داماد رضا شاه تو خاطراتش میگه از کسانی که همراه رضا شاه بود، میگه ما رسیدیم به سواحل هند، حتی اجازه ندادن رضا شاه از کشتی بیاد پایین بره هتل، گفتن مسیر با تغییر کنه. فریدون جم میگه افسرهای انگلیسی از کشتی اومدن بالا، حتی من ناراحت شدم، حتی به رضا شاه احترام نظامی نداشتن، من مترجم رضا شاه بودم، گفتن شما حق ندارید به این منطقه بروید، به سمت قاره آمریکا برید. با رضا شاه چه این کارو کردن؟ غرب آدم نمیفهمه، غرب سلسله نمیفهمه، غرب منافع میفهمه. اگر میتوانید حالا چیکار کنیم؟ جامعه میگه این حرفایی که تو میزنی چیکار باید کرد؟ ما باید تولید قدرت میکردیم و تولید قدرت کنیم. ما الان قدرت اقتصادی نیستیم. ما مردم مسئله اقتصادی دارن، اقتصاد با تولید قدرت بشه، نظامیگری با تولید قدرت بشه، حوزه مدنی و اجتماعی با تولید قدرت بشه. راه حل ایران چیه؟ همون عباس میرزایی که ایشون میگه اولین کسانی فرستاد کاروان معرفت کی بودن؟ عباس میرزا دنبال این بود که آقا بفهمه ماجرا چیه. اولام رفتن فرانسه و طب بخونن و بارودساز. اولین کسایی که در تبریز کارخانه بارودسازی می‌خواست بزنه عباس میرزا بود، بعد امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار. همین انگلیس نذاشت. از کسانی که می‌خواست راه آهن بیاره قبل رضا شاه ناصرالدین شاه بود. روسا اجازه ندادن، قرارداد بستن در شمال ایران به مدت 5 سال نمیتونید راه آهن بکشید. روسا ناصرالدین شاه قرارداد 5 ساله تموم شد، رفت دوباره پیگیری کنه، 10 ساله بستن و گفتن اگر این بار هم قرارداد تمام شد باید از ما اجازه بگیرید. بابا چرا اینا رو نمیگید؟ چرا اینا نمیگید؟ راه حل چیه؟ تولید قدرت. باید تولید قدرت کرد در همه زمینا. موشکت قویه، اقتصاد هم قوی باشه. حوزه فرهنگی اجتماعی قوی باید بشی، حوزه سیاسی هم باید قوت پیدا کنی. خلأ ما در تاریخ معاصر تولید قدرت است. آقای دکتر زیبا کلام، از فرمایش خود جناب عالی یک زمانی این عبارت رو خیلی باز تکرار کردید. میگویند اگر ما با غرب تعامل بکنیم، آمریکا ستیزی رو کنار بگذاریم، بگیم آقا بیا پای میز مذاکره بشینیم حرف بزنیم، با ما مثل نوکر رفتار میکنه. هم مثل نوکر. از اون فراتر یک تیر چراغ برق سالم به مرور در کشور دیگه باقی نمیمونه. علی عزیز، بفرم. علی عزیز، از خیلی وقتا پیش این سمبولی که این سرمخشی که این الگویی که در ایران عصر قاجار از غرب به وجود آمد، اون عبارت معروف تقی‌زاده از نوک سرتا، ولی خب تو مشروطه انعکاس کامل پیدا کرد دیگه، مدل و الگوی غربی. یه جریانی به تدریج یواش یواش به وجود آمد که غرب رو به چالش کشید. گفتم اون جریان مارکسیسم بود که گفت باعث بدبختی ما، باعث اینا غرب. اما یه جریان اسلامگرا هم به وجود آمد به تدریج که دید تحصیل کرده های ما، روشنفکرهای ما، جامعه ما، اینا همه دارن همینجوری به سمت غرب حرکت میکنن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن رفتند گفتن اسلام میخواهیم، اسلام باید باشه. پیشرفت و ترقی هم اگر هست باید در چارچوب اسلام باشه که اسلام ما نمیخوایم از دست بدیم. اسلام هم باید باشه، پیشرفت و ترقی هم بکنیم که سمبلشون، الگوشون مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود. درسته. اما به تدریج گروه دیگری آمدند از مسلمانان اسلامگرایان که گفتن بریم کنار ببینیم کی گفته که غرب متمدنه، کی گفته که غرب مظهر تمدن، اندیشه است، فکر، فرهنگ، چیزایی که ایشون میگن. غرب بجز تجاوز، بجز سلطه، بجز زورگویی، بجز گرفتن اینجا، بجز گرفتن اونجا، غرب از پنجه هاش داره خون میریزه. و فقط هم در ایران نبود، جدیدش رو آخرین تفکر ضد غربی رو کی بودن؟ القاعده بودن. 11 سپتامبر بود که اصلا گفتن تمدن غرب کفر جدیده، بیدینی جدیده، شرکه. داعش بود، ابوبکر بغدادی بود و هنوزم تیکه پاره هاشون هستن. و جمهوری اسلامی، حالا اونا سنی بودن، گفتن غرب بجز پستی، پلیدی، جنایت، زشتی، کفر، زندقه، الحاد، هیچ چیز دیگری نداره. اینا هم شیعه‌اش هستن که میگن غرب بجز زورگویی، بجز سلطه،
به جز تو سر کشورهای دیگر زدن هیچ چیزی نداره. بنابراین اومدن گفتن که اصلا کی گفته که ما از غرب باید الگو بگیریم واسه مملکت داریمون، واسه کشور داریمون، واسه قوه قضاییه‌مون، واسه اینمون، واسه اونمون، واسه دانشگاهمون. چقدر شما شنیدین که ما باید دانشگاه‌های ما باید اسلامی بشه، فرهنگ دانشگاه‌های ما باید بومی سازی بشه، از مهد کودک بگیر باید اسلامی بشه، مدارس باید اسلامی بشن، این آموزش پرورش تا بیاد واسه دانشگاه‌ها و اینا. رکن اول این اسلامگرایی که اینا میگن نه خداپرستیه، نه رسول الله شناختنه، نه مهر، نه محبت، فقط بغض و کینه و دشمنی با غربه. از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ عرض کردم خدمتتون یه عقبه تاریخی داره. واکنشی هست یعنی نسبت شما قبول دارید که میگید از کجا؟ نه سوال بود. واکنشی هست. ببین علی جان اتفاقا در جهت نفیش، یعنی میگم همونطور که شما فرمودید اینا نوکری رو انگار من نگفتم. نه من علی جان من هیچ وقت نگفتم. میگم مبناش چیه که به صراحت میگید که مثلا علی جان یه جور ببین یه مشکلی که جریان اسلامگرا، یه مشکل بزرگی که جریان اسلامگرا با غرب پیدا کرد، حالا چه اون بخشیش که معتدل بود، میانه رو بود، مثل مهندس مهدی بازرگان میگفت اسلام رو نگه داریم و پیشرفت بکنیم، چه اونایشون که داعش شدن، القاعده شدن، جمهوری اسلامی شدن، مرگ بر غرب گفتن، مرگ بر آمریکا گفتن. یه مشکلی که پیدا کردند این بود که از همون اواخر قرن 19 یه مشکلی که پیدا کردن این بودش که مگه قرار نبود که دین باعث رستگاری ما بشه، باعث پیشرفت باشه، باعث بهتر شدن زندگی ما روی کره زمین بشه؟ این جامعه که الان ایران هستش، اون مصر هستش، اون یکی هستش، این کشورهای مسلمان که همه بدبخت ترین کشورها هستن و به عکسش کشورهای غربی هستن که میخوان پیشرفت پیدا بکنن. این سوال پیش اومد که آقا اگه اسلام اومده برای پیشرفت، برای ترقی، برای بهتر کردن زندگی ما، پس این نکبت، این مصیبت، این چیزی که ما داریم چی هستش؟ میدونی این دوگانگی به وجود آمد و این دوگانگی به تدریج تبدیل شد به بغض و کینه و نفرت از غرب. یعنی چی؟ یعنی ایشون اصلا قبول نداره تمدن غرب، ایشون اصلا قبول نداره که در غرب پیشرفت، در غرب تمدن، در غرب حقوق بشری. میگه اصلا اینا همه وحشی ان، اینا همه تو سر این زدن، تو سر اون زدن، نفت ما رو بردن، مثل زامبیا رو بردن، اونو اینجوری کردن. اون اصلا اینا قبول ندارن که غرب قابل این هستش که ما ازش الگو بگیریم. الگو از غرب بگیری؟ غرب از پنجهش داره خون میچکه، خون میریزه. از کی میخوای الگو بگیری؟ از شمر رو اینا میگن از شمر و یزید و هرمله هم میشه الگو گرفت، چه برسه از غرب؟ بغض و کینه و نفرت دارن نسبت به غرب. این بغض و کینه و نفرت از اونجا نشأت گرفت که اگر اسلام برای پیشرفت و سعادت بشر آمده، پس چرا ما اینقدر بدبختیم؟ و چرا غربی‌ها که شریعت رو کنار گذاشتن، دین رو کنار گذاشتن، اینقدر خوشبختن؟ این بغض و کینه و نفرت از غرب از اونجا داره یواش یواش شکل میگیره و تا به امروز ادامه پیدا کرده. خب من فقط یه توضیح بدم. اون بده سوالی توضیح که پرسیدم اتفاقا در جهت نفی بود، یعنی در جهت تاییدش نبود. بفرمایید. ممنونم. ببینید باز به سوالات پاسخ نمیدن. ایشون در فنون مناظره مدام یک فایل جدیدی رو باز میکنن که به سوال پاسخ ندادن. این فقط بخش پایانیه دیگه. نتیجه گیری کنن. خب ببینید ما یه بار از تاریخ 200 سال، 300 سال، 500 سال صحبت میکنیم. شاید یادمون رفته، خوب نخوندیم. یه بار از همین حال صحبت میکنیم. من یه طوری از ایشون حرفایی میشنوم، عرض کردم مثلا گفتم آقا برای کشتن یک دانشمند یک آپارتمان آوردن پایین، 40 50 نفر 60 نفر کودک و زن و مرد در خواب بودن، به شهادت رسیدن. یک بار دیدیشون میگه آمریکا چرا دانشمند کشی میکنی؟ دانشمند فیزیک بود، چرا میکشی؟ تو مگه علمگرا نبودی؟ شما مگه منطق ساینس و چه ندارید؟ گاهی اوقات آدم تعجب میکنه. بله ایشون که جواب نداد مثلا چرا آمریکایی علیه مصدق اون کارو کردن؟ چرا تو شهریور 20 رضا شاه رو بیرون کردن؟ آقا رضا شاه ما رو نگه می‌داشتید، به ما خدمات میداد، چرا رضا شاه ما رو بیرون کردید؟ انگلیس رضا شاه که امامخمینی بیرون نکرد که. چرا مثلا در ماجرای جدایی دعوای امتیاز نفت شمال روسای شوروی چرا شما نفت شمال می‌خواستید؟ آمریکایی شما چرا می‌خواستید؟ چرا اینا رو جواب نمیدن؟ چرا نمیگه حالا اینا دورتره، دور 2000 سال پیش نیست، تا 70 سال 80 سال 90 سال. چرا تو وسط میز مذاکره بمب انداختی؟ ما که اومده بودیم مذاکره کنیم، 4 5 دور مذاکره کردیم. تو چرا خلاف همه قراردادهای بین المللی به تأسیسات هسته‌ای حمله کردی؟ آقای وحشی، آمریکای وحشی چرا این کارو کردی؟ نمیگن اینا رو. جمهوری اسلامی مقصره چون ایدئولوژیش جنگ سازه. ایشون میگه. من ده ها مثال زدم زمانی که حتی انعقاد نطفه جمهوری اسلامی هم نشده است، به ایران حمله شده، خاک از ایران جدا شده، گاهی اوقات بدون جنگ خاک از ایران جدا شده. جمهوری اسلامی اولین دوره است که خواهش می‌کنم دقت کنید، اولین دوره از تاریخ ایران است که جنگ شده و خاک ازش جدا نشده است. 8 سال دفاع مقدس، این 12 روزه. اگر امام خمینی در جنگ 8 ساله شکست می‌خورد، اگر آقای خامنه‌ای در جنگ 12 روزه شکست می‌خورد، محکوم بودن مثل بقیه حاکمان قبلی که نتونستید از ایران حفاظت کنید. نشد. پیچیده‌ترین جنگ رو در جنگ اخیر بر ما تحمیل کردن.
نشد. حالا سوال دارم ازشون، جواب نمیده. من به افکار عمومی میگم کدام دوره تاریخ ایران هست در معاصر، از صفویه به این طرف، از مغول به این طرف، که در ایران جنگ نشده باشد؟ یک دوره تاریخی بگید. دوره نادر جنگ نشد، نادر ایدئولوژیک بود. دوره پهلوی جنگ نشد، حالا پرش کردم از نادر به پهلوی. دوره قاجار نشد. دوره صفویه چالدوران شکست نخوردیم. در نبرد ارومیه عباس میرزا برنده نشد. 300 سال ما تو این تاریخ گمیم تقریبا. مغول اینجا رو نگرفت. در کدام دوره از دوره‌های حکومت ایران در ایران جنگ نشده است؟ دانشجویشون جواب بدن. کدوم دوره هست؟ دوره‌ای هست که در ایران جنگ نشده باشه؟ پهلوی جنگ شده، جنگ جهانی اول. تازه پهلوی دوم اما جنگ مرزی 2 بار با عراق داریم. عراقی‌ها ایرانی‌های مقیم عراق رو اخراج کردن. شاه رفت کامیون فرستاد لب مرز، کامیونای ارتش که اینا رو برگردونه. یک بارم شاه یه آزمایش عظیمی انجام داد که به حزب وصل بگه که آقا حساب کار دستت بیاد. ما در دوره پهلوی هم درگیری داریم. چرا میگی تو جمهوری اسلامی تو چون ایدئولوژیکی جنگ سازی؟ کدام دوره تاریخ ایران است که در آن جنگ رخ نداده باشد به ادله مختلف؟ موقعیت ژئوپلیتیک، گرفتن آب‌های گرم، مسئله نفت نیست. ایشون داستان از آخر تعریف میکنه. برای اینکه من این دو تا جمله‌مو بگم مهمه. چقدر وقت دارم؟ حدود 3 یا 4 دقیقه. ببینید ایشون میتونه نظراتش عوض بشه مثل هر انسان آزاده دیگری، هر اندیشمندی. اما کسی که الیت جامعه است، نخبه جامعه است، نمیتونه هر روز یه تجویزی به جامعه بده. 40 سال پیش که خوشخوشون بود و اول انقلاب بود و 45 سال پیش خودشون در مسائل انقلاب بودن، اون مواضع رو داشتن، ضد امریکا، ضد شاه. الان اوضاع تغییر کرده، یک مواضع دیگری دارن. ما 40 سال 45 سال سرنوشتمون رو دادیم به شما. الان میگیم من پشیمونم، ما اشتباه کردیم، اینجوری بود. از کجا معلوم الان حرف شما رو گوش بدیم؟ برد موشکامون بیاد زیر 500 کیلومتر. شرطی که آمریکایی‌ها گذاشتن. غنی سازی رو بدیم، 400 کیلو رو بدیم. غنی سازی صفر. بدیم. آقا بدیم. این تئوری بده بریم. تئوری که سالها بوده دیگه. ایشون هم تئوریستی هم. خب بده بریم. آقای زیباکرام 5 سال دیگه ان شاءالله خدا عمر طولانی بده 120 سالگی ایشون جواب میده. آیا الان ایشون میتونه تضمینی یا تصویری از آینده ایران بدهد که اگر ما این امتیازات بدهیم برود چه میشود؟ نه. پس کسی که الیت جامعه است و میخواد جامعه جهت بدهد نمیتواند هر بار یک نظر داشته باشد. تازه آقای زیباکرام تا حالا دیدید پاسخگو باشه؟ ایشون در تمام دولت‌های بعد از انقلاب بغیر از دولت احمدی‌نژاد و رئیسی نقش داره. ایشون خودش سر کلاس درس گفت شهر به شهر رفتم که مردم به روحانی رای بدن. حقشه بره بگه رای بدن. جمهوری اسلامی شورای نگهبان تایید کرده به هر کی رای بدن. من مسئله به این ندارم. حقشه بگه آقای پزشکیان رای بدن، آقای روحانی رای بدن. اما یه بار پاسخ داده که مردم من به شما گفتم رو به روحانی رای بدید. ایشون در دولت آقای بازرگان بوده، در دولت آقای خاتمی در رای آوردنش بوده. یعنی اگر امروز اوضاع خوبه، آفرین آقای زیبا، شما یکی از بانیان اوضاع امروز شمایید. اگه امروز اوضاع بده، آقای زیبا شما خودت بانی. هیچ وقت دیدید آقای زیبا پاسخ بده به نسل من؟ نه، همیشه طلبکاره. راه بقا در سیاست ایران اینه که هر کاری کردی باز طلبکار باش. پاسخگویی نیست. به کی پاسخگوان؟ به وجدان پاسخگوان، به افکار عمومی پاسخگوان. پس ما باید چه بکنیم؟ فهممون رو از 57 از این نورافکنی که ایشون انداخته یه سری مثال‌های عادی میزنه، اینجا رو نگاه میکنه. ببرید عقب‌تر. ایران در 200 سال اخیر مسئله داشته با استعمار، با تسلط. روسیه تزاری بوده، شوروی بوده، امریکا بوده، انگلستان بوده، عثمانی بوده. یه دوره‌ای اگر بوده هر آقا شاه عباس پرتغالیا رو بیرون کرد از هرمز. شاه عباس هم ایدئولوژیک بود، از پرچم آمریکا میپرید، پرتغال میپرید، نمیپرید. که چی میگه؟ چه کار باید بکنیم؟ باید تولید قدرت برای ایران بکنیم. جمهوری اسلامی تنها دوره تاریخ معاصر از نادر به این طرف که نوار جدایی خاک از ایران رو پاره کرد. 2 تا جنگ هم بهش تحمیل شده در این 48 سال. خب قدرت تولید کنید. عرض میکنم نه فقط قدرت نظامی، در تمامی ابعاد باید قدرت تولید کرد. اقتصاد، فرهنگ، حوزه مدنی، حوزه سیاسی و چه خیلی واضحه. شما قدرت تولید کن، او به شما زور نگه. تو اصول نمیگم دور کشور رو دیوار بکشیم هیچی وارد نکنیم، نه، برو فناوری رو از اونها بگیر، ارتباط داشته باش، تعامل نه همینجا ساید سلطه نپذیر. آقا الان من شما داریم حرف میزنیم در بستر اینترنت حرف میزنیم که غربی‌ها آوردن. این مال غربی‌هاست. ما غرب ستیزی که ایشون ساخته رو به این معنا که قبول نداریم. علم رو برو از کفار بگیر، اطلب العلم ولو بید الکافر، اطلب العلم ولو بالسین. پیامبر گفته برو دنبال علم حتی اگه دست کفار بود، ولی نگفته برو سلطه‌شو بپذیر بر تو آقایی کنه. اصلا ما امشب دور هم جمع شدیم همین مرز رو مرز اینه، تعامل باشد، ارتباط باشد، پذیرش باشد، یک سامانه‌ای باشد در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، مواجهه با غرب. هیچ چیز جدیدی هم نیست. از میرزا یوسف مستشار دوره، میرزا فتحعلی آخوندزاده، از دیگران بوده. منتها آقا تسلط رو نپذیر. ایشون عرض می‌کنم باید تاریخ رو بیشتر مطالعه کنیم. ببین ایشون میگه 3% تقی‌زاده از فرق سر تا نوک با غربی بشه. یه جمله دیگه هم داره، روحاً، جسماً، باطناً، اخلاقاً باید غربی بشیم. 3% تقی‌زاده آخر عمرش حرفشو پس گرفت. چی گفت ولی در فرهنگ نه، خودمون فرهنگ داریم. نظرش تغییر پیدا کرد. پس بابا مرز تعامل و تسلط. یک بار دیگه جمله رو میگم، ما آمریکا ستیز، انگلیس ستیز، چونم چی اینا نیستیم. ما سلطه تسلط ستیزیم. تسلط بر شما نباشد. انسان ایرانی، انسان مسلمان ایرانی، انسان ارمنی، انسان مسیحی ایرانی، انسان شیعه، انسان کرد، انسان سنی ایرانی. شما اقوام شما مبارزین کرد و ترک و آذری و چه ایرانی رو ببینید.
از شرق تا از میرزا کوچکخان ببینید تا رئیس علی دلواری، شمال و جنوب ایران، شیخ محمد خیابانی، اینا رو برید ببینید، یا برای آزادی مبارزه کردن، یا برای استقلال مبارزه کردن، یا با استبداد مبارزه کردن، یا با استعمار مبارزه کردن. همه اینا رو شما میتونید نفی کنید بگید نه نکردن؟ فقط بعد از انقلاب ادبیات مارکسیستی غلبه پیدا کرد. آقا این همه اسم خیاباناتون این شخصیتاتونه، کسایی که شرق و غرب و شمال و جنوب ایران با یا استبداد یا استعمار مبارزه کردن، کشته شدن. همه اینا رو شما شیفت دیلیت میکنید برای اینکه نمیدونم واقعا بهش رسیدید، یا مثلا مسئله روانشناختی انتقام از جمهوری اسلامی چیه میارید دم دستی ترین موضوعات ماست. اگر وقت بود حالا میشد خیلی کوتاه راه حل تولید قدرت است. بله اینو فرمودید. تولید قدرت برای انسان و جامعه ایرانی. سوال آخر خیلی کوتاه پاسخ بدید. نظام جمهوری اسلامی در شرایط فعلی آیا ظرفیت و قابلیت اجرای این دیدگاه رو داره؟ آیا دارد که تعامل کنیم با جهان اما سلطه نپذیریم؟ آقا جهان کجاست؟ ما الان با جهان تعامل نداریم. ما نرفتیم 2 سال مذاکره نکردیم که آقا ما رو بپذیر آقای آمریکا. جهان کجاست؟ جهان امریکاست. آقا اسنپ بک چی گفتن اروپایی‌ها گفتن بیاید تو مصر با ما با ما قرارداد ببندید و ما اسنپ بک رو اجرا می‌کنیم. ما رفتیم قرارداد بستیم. گفتن 400 کیلو بدید، گفتن غنیسازی صفر بشه، برد موشکاتون بیاد زیاد 500. انسان ایرانی وطن دوست اینو میپذیره که در این جهانی که در مرز ده‌ها جنگ جدیده، من جهان رو ببینید. آخه ایشون میگه فقط این طرز تفکر میگه فقط انسان ایرانی تو جنگه. الان ونزوئلا رو ببینید، اوکراین رو ببینید، روسیه رو ببینید، منطقه رو ببینید، تایوان رو ببینید، میگه موشک تو بیا زیر 500 کیلومتر. 6 ماه پیشم بهت حمله کرده. هیچ انسان عاقل و با شرف و وطن دوستی میپذیره که ما بیاریم زیر 50% 500 کیلومتر برد موشکامونو، هسته‌ایمون رو بدیم، غنیسازیمون رو بدیم؟ میپذیره کسی؟ آقا تعامل با جهان یک اصل عقلی باید با جهان تعامل داشت. ما 15 همسایه داریم. یه سری قدرت‌هایی هم در جهان هست. با اونها باید تعامل داشت. ولی اگه اون خواست بر شما تسلط پیدا کنه، شما تسلط میپذیرید؟ نمیپذیرید. خیلی ساده است. یعنی آدم بیاد یه چیزی رو بعد 45 سال 46 سال بدیهیات رو بخواد توضیح بده، عجیب. آقای دکتر زیبا کلام قسمت پایانی فرمایید. علی جان ایشون راست میگن. من به هیچ یک از مطالبی که گفتن پاسخ ندادم، برای اینکه معتقدم یه سری افراد دارن نگاه میکنن برنامه‌تون دیگه، اونا نگاه کنن که ایشون چی گفته و من چی گفتم دیگه. اما به یکیش پاسخ میدم. ایشون به من گفتن آقا زیبا کلام شما تو این دولت تو اون دولت واسه روحانی اینجوری کردی، واسه خاتمی اونجوری کردی، واسه اون اینجوری کردی. اینا آقا زیبا کلام هیچ وقت شما ولی پاسخگو نبودی یا میدونی کی داره اینو به من میگه؟ علی جان مردم میدونن که قدرت صادق زیبا کلام چقدره، صادق زیبا کلام چیکاره است، قدرتش تا کجا هستش، قدرتش چی هستش. اما کسی داره اینو میگه که 46 سال 47 سال حکومت کرده، یک بار پاسخگو نبوده، یک بار پاسخگو نبوده. کسی اینو داره میگه که اگه بهش بگیم که اگر قرار بود ما با عراق مذاکره بکنیم، صدام رو بپذیریم، خب بعد از فتح خرمشهر صدام عملاً حاضر به پذیرش آتش بس بود، متحدینش حاضر به پرداخت غرامت بودن، پس چرا نپذیرفتیم؟ چرا جنگ رو ادامه دادیم؟ هیچ توضیح اومدن بدن؟ خیر. شما سفارت آمریکا رو اشغال کردین، آیا بعد هیچ توضیح اومدین بدین؟ هیچ پاسخگویی وجود داشت؟ خیر. شما در قبال هسته‌ای یه بار اومدین به ملت پاسخگو باشین که ما شیر مرغ تا جون آدمیزاد دار و ندار مملکت رو ریختیم توی هسته‌ای؟ چه فایده‌ای داشته؟ چه دستاوردی داشته هسته‌ای برامون؟ یه بار اومدین پاسخگو باشین؟ خیر. مملکت داره له له میزنه واسه آب، شما یه بار اومدین پاسخگو باشین که مشکل آب چیه، چه جوری بوده، چه کار باید می‌کردیم، چه کار نباید می‌کردیم؟ مملکتی که رو گاز خوابیده، بعد از روسیه بزرگترین منبع گاز شناخته شده جهان هست. پس فردا که هوای خود سرتر میشه با کمبود گاز مواجه هستش. شما یه بار اومدید واسه پاسخگویی گاز؟ دولتایی که شما سر کار آوردید باید پاسخگو بدن. دولت‌ها باید پاسخگو باشن. شما الان بس شما برای آبان 98 پاسخگو بودید. روحانی که شما آوردید سر کار با جواب 96 پاسخگو بودید. شما برای زندگی آزادی پاسخگو بودین. شما واسه چی شما واسه اون 12 روز پاسخگو بودین. اسرائیل دیگه چیکار می‌خواست بکنه که نتونست بکنه؟ شما پاسخگو می‌خواست ایران رو ساقط بکنه، نتونست. ببینید اینا کسی داره میگه که 47 سال 46 سال واسه کوچکترین سیاستش و عملکردش پاسخگو نبوده. هر کاری کرده علی آقا درست بوده و طلبکاره، هر کاری هم نکرده اونم درست بوده. روحانی باید پاسخگو باشه، زیبا کلام باید پاسخگو باشه، احمدی نژاد رئیس همه باید پاسخگو باشه، من باید پاسخگو تیر چراغ همه باید پاسخگو باشه، ملا حکومت که باید پاسخگو باشه. این مال این. همه باید پاسخگو. اما علی جان وقتی انقلاب شد، چند ماه بعد از انقلاب جشن سالگرد انقلاب الجزایر بود. اون موقع الجزایر برای ما خیلی و مثل الان که دهه فجر میگیریم از کشورهای مختلف و جاهای مختلف دعوت میکنیم، الجزایری این کارا رو میکردن اون موقع. از جمله از ایران انقلابی دعوت کردن که شما بیایید برای جشن استقلال الجزایر. خدا رحمتش کنه مرحوم مهندس بازرگان رفت، نخست وزیر بود. خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر ابراهیم یزدی رفت،
وزیر خارجه بود، خدا رحمتش کنه، مصطفی شمران رفت، دکتر مصطفی شمران وزیر دفاع بود و که عده دیگه. آقای امیر انتظام فکر کنم رفت. وزیر دفاع بود دیگه، شمران سخنگوی دولت. سخنگوی دولت هم رفت. آفرین. من میگم یه تعداد وزارت خارجه و اینها رفتن الجزایر. توی جایی که مثل این مرکز نمچیچه بین‌المللی ما برای مهمانان خارجی توی همون پمپ بنزین دم روبرو پمپ بنزین بلنجک اونجا مستقر شده بودن. الجزایر بهشون گفتن که آمریکایی‌ها پیغام دادن که میخوان با شما ملاقات بکنن. هیئت آمریکایی. مهندس بازرگان و چمران اینا گفتن که چیکار کنیم؟ گفتن خب چه اشکالی داره؟ ما با اینا رابطه داریم دیگه. آمریکا سفارتش دایر دیگه. حالا مثلا اوایل آبانه. همین 13 آبان، اوایل آبان 58. ملاقات گفتم ما حاضریم. باشه. به الجزایر گفتم و فرداش ملاقات کردن. حالا اون لابی هتل یه جایی اتاق چیز اینا. ببین چون ملاقات رسمی بود، ما که انقلابی بودیم اصلا اهل این چیزا نبودیم. تشریفات. آره نظم ما در بی‌نظمی است اینا. ولی آمریکایی‌ها آمدن و تو ملاقات، چون ملاقات رسمی بود، منوت ملاقات نوشتن که حسن اینو گفت، تقی اینو گفت، اونو گفت، اونو گفت، بعد ایرانی‌ها اینو گفتن. منوتش هستش، یعنی چیزی نیستش که من خودم بسازم. که صورت جلسه‌ای. آفرین، صورت جلسه اون مذاکرات هست. گفتن علت این که ما درخواست کردیم از شما ملاقات بکنیم، شما رو ببینیم، مزاحم شدیم. حالا اونا کی بودن؟ اونا آدمای غول دولت کارتر بودن. آقای ژوگنی برژینسکی مشاور امنیت ملی و مرد اول شماره دولت کارتر، آقای سایرس ونس وزیر امور خارجه شون و هارولد براون وزیر دفاع و حالا مثلا چه می‌دونم چند نفر دیگه. گفتن که علت این که ما خواستیم با شما ملاقات بکنیم این هستش که در دوران انقلاب اون چه می‌دونم یک سال دو سالی که اعتصابات بود و چه بود ما حجم سنگین مراودات تجاری با شما داریم. اسلحه به شما میفروشیم، فانتوم میفروشیم، اینو میفروشیم، اونو فروختیم، به اصطلاح مبادلاتمون بوده، سفارشات شما بوده، مواد غذایی بوده، ماشینالات بوده، چه بوده. اینا الان یکی دو سال همینجوری اینا موندن. یه سری پولش شما پرداخت کردید، یه سری نکردید، یه سری ثبت سفارش شده، یه سری نشده. میخوام تکلیف اینا روشن بشه. الان 7 8 هم هستش که از انقلابتون میگذره، بازم همین آشفتگی و نمیدونم اینا. ما میخوام یه هیئت رسمی رو شما مأمور بکنید که اختیارات داشته باشه، ما هم مأمور بکنیم که آقا بشینیم این 2 3 سال الان اینا گیر کرده، اینا رو حل و فصل بکنیم. 1 2 شما یه سری پول دارین اینجا، پولایی بوده که مال حکومت محمد رضا شاه پهلوی بوده، حالا دیگه نمیدونم جزئیاتش چجوری بوده که مال به هر حال حکومت ایران به حکومت ایران تعلق میگیره. اینا رو ما میخوایم شما تحویل بدیم. اینا کیه، کجاست اینا؟ 3 یه سری ساختمون هست، هتل هست، چی هست که اینا رو باز حکومت ایران خریده بوده، شخصی نیست. اینا رو هم می‌خواستیم لیستشو فهرستشو بدیم به شما. میخوام بهتون بگم ما شما چی دارین در آمریکا، شما چی دارین تو آمریکا، میخوام اینا رو لیستشو به شما بدیم، به اون هیئت بدیم و اینها. اینه می‌خواستیم اینو به شما بگیم و ما انقلاب شما رو به رسمیت میشناسیم. البته ما ترجیح میدادیم که محمد رضا شاه پهلوی می بود تا شماها، ولی خب حالا مردم ایران نخواستن اون رو و شماها چیز شدید. اینه ما برای این شما رو خواستیم. ببین هیئت بعد از 1 2 روز 3 روز 4 روز برگشتن اومدن ایران و هنوز فرودگاه مهرآباد در طیاره پیاده نشده بودن. موج مرگ بر آمریکا و آمریکا ستیزی و استکبار ستیزی به راه افتاده بود. در رأسش دانشجوهای اسلامگرا بودن، مسلمان بودن، حزب توده بود، شریکای فدایی خلق بودن، سازمان مجاهدین بود، سازمان چه میدونم مجاهدین انقلاب اسلامی بود، حزب توده بود، حزب جمهوری اسلامی بود، روحانیت مبارز بود، همه دیگه راه افتاده بودن برای آمریکا ستیزی و اینها و شروع کردن حمله به بازرگان. تو چه حقی داشتی رفتی با آمریکایی‌ها صحبت کردی؟ تو چه حقی داشتی رفتی با آمریکا؟ تو با اجازه کی رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی؟ سازشکاری. بله اصلا سازشکاریم و تو نماز جمعه مرگ بر بازرگان، چریک خرفته ایران، اینا راه افتاد. خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره. یه جواب داد، فقط یه جواب داد این حملات که بهش شد که خائنی فلان فلان فلان. گفت نه من امیر عباس هویدا هستم که برای آب خوردن من بعد از اعلیحضرت اجازه میگرفت، نه امام خمینی اعلیحضرت هستش که برای آب خوردن دولت هم تعیین تکلیف کنه. همین رو پاسخ داد. 1 2 روز بعدش، 1 2 3 روز بعدش، چون آقای ابراهیم یزدی رو امام خیلی واقعا دوستش داشت، هم قبولش داشت هم دوستش داشت، حداقل در اون وقته رفت که گزارش بده که اونجا چی شده بود. گفت اینجوری شد. دکتر یزدی میگه که به امام گفتم اگر میخواهید با آمریکا قطع رابطه بکنید میتونیم قطع رابطه بکنیم. ویلیام باتلر سفیر جدید آمریکا هستش، داره میاد ایران جای سایروس ونس، اینو ما میتونیم جلوشو بگیریم. امام گفت نه ما با آمریکا نمیخوایم قطع رابطه بکنیم. درست شد. ما میگیم دکتر یزدی دروغ گفته اینا رو، همه اینا رو دکتر یزدی دروغ گفته، ولی یه چیزی هست که دروغ نیستش. بعد که دیگه می‌خواستن خداحافظی بکنن بیام بیرون، امام به دکتر یزدی میگه چون روز صبح دانشجوهای مسلمان رفته بودن از دیوار سفارت بالا سفارت گرفته بودن.
امام به دکتر یزدی میگه که اینا کیان رفتن با سفارتی گرفتن، چون 3 بار 4 بار قبلش گرفته بودن سفارت. اینطور نیست. نه اینطور نیست. 2 بار گرفتن، اصلا نگرفت. به یزدی هم امام در قم بود. امام در قم بود. آره من که میگم، من که نگفتم امام کجا بود، گفتم ملاقات. اولین نفری که میگه حاج احمد سر نماز، امام میگه خوب جونم برای شما بگه که اولین کسی هم که بیانیه داد حمایت کرد نهضت آزادی، اولین کسی هم که مصاحبه ضد آمریکایی کرد آقای یزدی. آقای یزدی بود. امام بهشون میگن که اینا کیان؟ یزدی رفت سفارت اینا علیه آمریکا مسلمانن. اینا بچه مسلمانن رفت. کاش از اول تاریخ حرف میزدی. باشه. من که اصلا من که نوکر آمریکا هستم. شما انقلابی هستی و مستقل هستی و اصلا نوکر حکومت جمهوری تاریخی میکنم. نه شما نوکر آمریکایی، نه شما نوکر آمریکایی، نه من ادعای انقلابی. بحث علمی است. باشه. بحث تاریخ فکت داده. نوکر روسیه با آدم بگه نوکر آمریکا خیلی با آدم بر نمیخوره. اگه آدم مستقل بگه با آدم بر فقط نوکر روسیه وقتی میگه خیلی با آدم بر نمیخوره. نه اگر روسیه هم مثلا مسلط شد مرگ بر روسیه. باشه. میگه اینا کی هستن؟ روسیه چیکار باید بکنه که مسلط بشه؟ نمیدونید آخه مثلا همون بقیه چیزا. امام میگه سری هم که گفتن قابل نقد اینا درست مسلمان‌ها هستن. و امام یه متن میکنه میگه که بریزینشون، اینا رو هم بریزین بیرون. این مال بهمن 57 ایشون بهمن رو میگه اینا رو هم بریزین بیرون. عجب. یه روز بعد 48 ساعت بعدش امام میگه این انقلاب اینطور نیست. من بی سوادم، شما که باسوادی، شما که محققی، شما که همش میگید چی شد تو اون 48 ساعت که نظر امام برگشت؟ چه نتیجه‌ای در نهایت؟ الان میگیرم نتیجه رو. نتیجهش این هست که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، چون امام رو مثل بت میپرستیدن، علی آقا رابطشون آقای موسوی خوئینی ها بود. به موسوی خوئینی ها میگن ما میخوایم سفارت رو بگیریم به خاطر حالا مشکلات و مسائل رقابتی که با چپیا داشتن. اینطور نیست. اینا رو سفارت میخوایم بگیریم، اما تا موافقت امام نباشه ما اقدام نمی‌کنیم. آقای موسوی خوئینی ها میدونی بهشون چی میگه؟ میگه امام موافقت نمی‌کنن شما الان سفارت رو بگیرین. شما برین سفارت رو بگیرین، من موافقت امامو میگیرم. اینو ابراهیم اصغرزاده گفته، اینو آقای عباس عبدی گفته، اینو همشون گفتن که موسوی خوئینی ها آقای بی‌طرفی که از اصلی‌ترین کسان خاطرات هست. اون وقت سوی دیوار کتابش. اما من معتقدم مسئله نه آمریکا ستیزی بود، نه مسئله اون موجی بود که موج محبوبیتی که آمد و امام حاضر نشد از این موج بگذره. امام هم سوار اون موج شد. چرا مصدق سرنگون کردن آمریکایی‌ها؟ چرا مصدق سرنگون کردن؟ زمان کودتا کردن نکردن؟ مصدق امام بود. مصدق آیت الله کاشانی که اتوبان به اسمش کردی، اون آیت الله کاشانی رفت به آمریکا یا گفت که کریمت روزولت رو پول داد به شعبان بیمخ و پری بلنده و اون بود چشم. آیت الله کاشانی مرداد آیت کاشانی اگر بود، این درست محمد رضا شاه کاشانی نامش هست. خیلی بودن اونا دست در دست آمریکایی‌ها مصدق. پس 28 مرداد کودتا نبود. هموطنان شما به علاوه 28 مرداد کودتا. چرا آمریکایی‌ها کاپیتولاسیون رو تصویب کردن؟ ایرانیان بودن. چرا آمریکایی‌ها کاپیتولاسیون رو تصویب کردن؟ اون کار کیه؟ چون آمریکایی‌ها در شهریور 20 ایران رو اشغال کردن. چرا رضا شاه رو انگلیسی‌ها بیرون کردن؟ اونم آقای کاشانی امام خمینی بود. جواب ندارید چون منطقتون جور در نمیاد. بگید دیگه چرا رضا شاه؟ شما که مگه رضا شاه رو شاد نمیگید؟ چرا رضا شاه رو انگلیسی‌ها بیرون کردن؟ نگه می‌داشتن اعلیحضرت خدمت می‌کردن. برای اینکه رضا شاه به آلمان‌ها نزدیک شده بود. برای اینکه ایران بعد خود اینجا خوندید. برای اینکه غلط کردن انگلیسی‌ها بیرونش کردن. باید بگید آقای رضا کلام. بگید غلط کردید رضا شاه. بنابراین ایران اشغال کردن. اصلا بگید انگلستان غلط کردید رضا شاه رو بیرون کردید. چرا نمیگید؟ مشکل شما اینه که من میگم مشکل من اینه که نه رضا شاه نه، مشکل من اینه که شما به جای اینکه بیاید بگید آقا این انگلیس، این روسیه تزاری، این شوروی، این امریکا، این 200 سال هر جا شما اومدید کارایی بکنید، هر جا اومدید اقدامی بکنید، اومده سنگ اندازی کرده، شما میگی نه بعد 57 کمونیست‌ها حاکم شدن، امام همینجوری شد. آره مشکل چیزی دیگه چرا روسیه تزاری مناطق ما رو جدا کرد؟ چرا جنگ جهانی اول به ما حمله کرد؟ چرا جنگ جهانی دوم به ما حمله کرد؟ مشکل من یه چیزی، چرا قحطی بزرگ بر ما تحمیل کرد؟ جواب بدید. نه چرا حمله کرد؟ چرا 1 میلیون ایرانی در 1296 در قحطی بزرگ کشته شدن؟ جواب بدم دیگه. یک کشوری به اسم ژاپن در جنگ جهانی دوم عجب حمله اتمی بهش شد. 500,000 نفر بیشتر تو ناکازاکی و هیروشیما. کار بدی کرد آمریکا، نه؟ کار بدی کرد. کار حالا هر کاری کرد. یعنی حتی همین هم حاضر نیستید علی آمریکا بگید. اون وقت ژاپن امروز متحد بزرگ آمریکا است. متحد نیست. یک کشور دیگری سالها، یک کشور دیگری قدرت کرد. مورد حمله آمریکا قرار ژاپن هم اگر زیبا کلام داشت وضعش این بود. ژاپن امپراتور میجی داشت. وقتی شما امیرکبیر رو کشتی، وقتی امیرکبیر کشته شد 40 سال قبل از امیرکبیر 40 سال نخیر 40 سال نونتون تو آمریکا ستیزی است. 40 سال قبل آمریکا ستیزی رو ازتون ژاپن هم زیبا کلام داشت وضعش این بود. بگین نه برق دارین، نه آب دارین، نه آب دارین. 40 سال قبل از اینکه ما امیرکبیر رو بکشیم ژاپنیا امپراتور میجی رو داشتن و ژاپن امروز مدیون اصلاحات میجی است. شما همین حاضر نیستید بگید. شما همین حاضر نیستید بگید که امیرکبیر کی حذف کرد. امیرکبیر اصلا شما مهم نیست. قائم مقام فرانسه برای شما مهم نیست. آمریکا شما تاریخ بگیرن هیچ نداره. آمریکا ستیزی نیست، سلطه ستیزی رو ازتون بگیرن تسلط هر کس چرا نداریم قدرت تحمل زیبا کلام ها. عظمت شما اتفاقا جنگیدن با آمریکا آسان‌تر از جنگیدن با شما. با آلماسکی که راه انداخته بودید. ببینید جنگیدن با آمریکا و اسرائیل متجاوزی که باز نگفتید 60 تا کودک رو تو اون ساختمون تمران
شما که 500,000 نفر تو سوریه یک بار نگفتید. شما نگو. ما نگو. بذار یکی دیگه بگه. شما که 500,000 نفر جلو چشات پرتاب الان شرق فرات از اول دست امریکایی‌ها بود، روسا بود، گروه‌های مختلف بودن. شما که یه بار به مسلمان کشی و بدبختی که چین رفت سر مسلمان‌ها که شما برای مسلمان‌ها دل می‌سوزونید. شما دیگه نگو. شما برای مسلمان‌ها شما که کارهای روسیه رفیقتون برای نه روسیه اصلا من هیچ رفاقتی با روسیه من فقط یه چیزی شما دیگه نگو برادر. فقط منافع ملی ایرانیان رو میفهمم. 100 بار گفتم شما نمیشنوید. روسیه هم اگر بیاید تعیین تکلیف بکند کاپیتولاسیون چقدر دیگه روسیه باید در چچن آدم می‌کشه که شما اعتراض کنید. آمریکا به شما تجاوز کرده اخیراً. خب داغه، هنوز داغ کشته‌ها. شما یه بار صداتون رو به آمریکا بالا نمیبرید ولی هنوز به روسیه میگید آقا دو تا لگد به روسیه بزنید. دو تا مسبب اون تجاوز مسبب اون 12 روز شما بودید. نه روسیه نبود. مسبب شما بودید. آره کلا ما مقصریم. کلا ایران مقصره. واسه اینکه یا عمری گفتیم مرگ بر آمریکا، واسه اینکه هر کاری برای هر کاری واسه نابودی اسرائیل انجام دادید. تاریخ رو مسبب اون 12 روز شما بودید. حالا برو به ناصرالدین نیشا، برو به حضرت آدم، برو به نمیدونم. آره اجازه بدید زمان برنامه تموم شده. مگه ما مرگ بر آمریکا گفتیم؟ مگه مذاکره نکردیم به میز آقا این میز مذاکره واسش بمب مذاکرتون هم قلابی بود، داشتین وقت کشی می‌کردید. شما به دنبال امضا کرد ساخت هسته‌ای هستین بودین و بعدم با افتخار میگین اجازه بدید همون بهتر که شما رو به خدا بسپارم. دوستان اجازه بفرمایید. خیلی ممنونم از آقای دکتر زادبر، آقای دکتر صادق زیباگلام. امیدوارم برنامه عاقل‌ترین کسان این نسل جدیدن که بشنون، کتاب میخونن، نسلی نیستن که 4 تا چیز ترجمه کنن دکترا بگیرن. بهترین دوره است که همینا که در همین دوره تربیت شدن بهترین کسانی هستن که میتونن این کتابو بخونید. 30 جلده. اینو بخونید ببینید چه برسال این مملکت آوردن. اون دوره‌ای که اصلا امام خمینی نامی نبود. خیلی ممنونم. من متشکرم از شما. مردم بارها نظراتشون رو بعد از اینکه کتابو بخونن دادن به شما. محترم. منتها شما تو اون ور کتاب نمیخواد. مردم گلایه دارن. مردم در اقتصاد گلایه دارن. در اقتصاد لیبرالی گلایه دارن. مردم در بسیاری از موضوعات گلایه دارن. فقط در اقتصاد گلایه. نه من نگفتم. بسیاری از علت اونم همین تفکرات. همین تفکرات 40 سال حکومت دست شما بود. شما خاطر آقای هاشمی نوشتید. آقای روحانی. بینندگان عزیز خیلی ممنونم. ادب لازم بود که باهاتون خداحافظی بکنم. خدا نگهدار.